به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم‌یاران عزیز، روز شما بخیر در هر کجایی که باشید و در هر وقت و ساعتی که این صحبت ما را تماشا میکنید. و قبل از شروع موضوع از یک شما عذرخواهی میکنم که یک کمی تأخیر در آغاز برنامه شد، چون برنامه‌های آنلاینی همیشه این گونه مشکلات را دارند و برنامه ثبت شده آسان‌تر است که از قبل ثبت می شود و پخش می شود، اما در برنامه آنلاینی مشکلات اینترنتی هست، تکنیک هست و بعضا از یک کانال به کانال دیگر پیوست شدن هست. خب، موضوعی که امروز برای صحبت با شما انتخاب کردیم موضوع خیلی مهمند و دوستان برادران از داخل از بیرون با ما نوشتن، خواهش کردن که اطراف این موضوع ها صحبت داشته باشیم و ده ها موضوع های دیگر رو برای ما فرستادن، اما ما چرا این سه موضوع را برای امروز انتخاب کردیم؟ هم برای اهمیت این موضوع ها و هم برای اون که هستن بعضی موضوع هایی که به وقت دیگر امانند زیاد کهنه نمیشوند، اما این موضوع ها میتوانند از لحاظ وقت زمان یک کمی مهلتشون بگذرد. البته هر کدام از این موضوع ها اون ارزش دارند که ما درباره‌شون برنامه علاهیده کنیم. برای مثال موضوع زندانی های سیاسی خودش یک موضوع، یک مشکلی بسیار عمده کشور ما هست که به تقدیر هزارها نفر و هزارها خانواده ربط دارد و یکی از واقعا هم داغ‌های جامعه ما هست. موضوع بدخشان یا منطقه‌های دیگر، موضوع فرهنگی، آثار تاریخی کشورمان، اینا هر کدامشون ارزش اون دارد که علاهیده درباره آن صحبت شود، اما چون اونقدر موضوعات زیادن، اونقدر مشکلات در کشور زیادن، اگر ما برای هر کدام از این موضوعات علاهیده صحبت کنیم شاید لازم شود که دیگه هر روز بیایم با مردم صحبت کنیم، اما چون صحبت‌های ما معمولا هفته یک بار یا دو بار هست، ما مجبور میشویم که این موضوع را با هم یک جا در یک پیوستگی صحبت کنیم. خب، شروع میکنیم از موضوع اول، زندانی های سیاسی. دوستان گرامی، بیاید یک بار درباره موضوع زندانی های سیاسی یک کمی عمیق‌تر و شفافتر صحبت کنیم. تمام گزارش های بین المللی، رسانه ها می نویسند، می گویند که در تاجیکستان زندانی های سیاسی هستند. سازمان ملل، اتحاد اروپا، کمیته های گوناگون زیر کمیته های این ساختارها، سازمان های دفاع از حقوق بشر، رسانه های خارجی نه تنها میگن در تاجیکستان زندانی های سیاسی هستند، بلکه نام آنها را میارن، معلومات های مشخص میارن. حتی بعضی از سازمان های صلاحیتناک مثل سازمان ملل که بالاترین سازمان بین المللی در جهان است، با قرار ویژه خود در کمیته سازمان ملل عاید به حقوق بشر رزولوچه قبول کرد و توصیه به حکومت تاجیکستان داد که اینها زندانی سیاسی هستند، بیگناه زندانی شدند و باید آزاد کرده شوند و با آنها جبران پرداخت کرده شود. باید گفت که تاجیکستان یگانه کشوری هست که 15 پرونده زندانی سیاسیش در حد سازمان ملل رفته است. تا به حال حتی کشورهایی که صدها میلیون و حتی میلیاردها اهالی دارند به این مقدار زندانی سیاسی ندارند که در سطح سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی مطرح شده باشد و نسبت آنها قرارهای قبول شده باشد. اما تاجیکستان خود با همون 9 میلیون اهالیش الکی نسبت 15 نفر زندانی سیاسی در سطح آن قرار قبول شد. اما حکومت تاجیکستان هیچ وقت اعتراف نکرده است و مسئولین حکومت تاجیکستان، حتی وکالتدار حقوق بشر در تاجیکستان که باید یک نهاد مستقل باشد و وظیفه‌اش هم حقوق بشر را حمایت کردن باشد، چون از طرف حکومت باز همون چیناونیکا تعیین میشوند و گوش به فرمان حکومت هستند، باز هم تکرار میکنن، حتی با نیم زبان هم اعتراف نمیکنن که در تاجیکستان زندانیای سیاسی هستند. اما آنه که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان اعتراف نمیکند برای هیچ کس دلیل نیست، نه برای مردم تاجیک، نه برای سازمان های بین المللی و نه برای ما و پیوندان زندانی های سیاسی. در مجموع اگر ما حکومت تاجیکستان را یک طرف بدانیم که میگوید زندانی سیاسی نداریم، دیگر جهان را یک طرف از سازمان ملل تا اتحاد اروپا تا سازمان های حقوق بشر و ملت تاجیک همه اعتراف دارند که در تاجیکستان زندانی سیاسی هست
و حالا حکومت تاجیکستان خود را در اپوزیسیون در مقابل جامعه جهانی گذاشته است و با همون پررویی همیشگی تلاش میکند متقاعد کند همه را که در ما زندانی سیاسی نیست. اما خود مفهوم زندانی سیاسی چی است؟ زندانی سیاسی کسی را میگن که برای عقیده، برای فعالیت سیاسیش، برای اندیشه هایش، برای عضویتش در این میان حزب سیاسی، تشکیلات سیاسی یا موقع های سیاسیش مورد فشار، تعقیب و زندان قرار میگیرد. و البته حکومت های دیکتاتوری وقتی که سیاستمداران را زندانی میکنند، برای آنها یگان بهانه درست میکنند. مثلا نوالنی را وقتی که در روسیه زندانی کردند، گفتند که او در وقتی که باید که می آمد در حکم شرطی داشت، اسلامی داشت، باید که خودش رو رجیستراسیون میکرد، در صورتی که در آلمان بود و تبابت میگرفت. و بعد که زندانیش کردن گفتن که ما برای فعالیت سیاسیش کار نداریم، برای گناه‌های دیگرش رو زندانی کرده ایستادیم، در صورتی که همه میدونن که وقتی که یک فیلم‌های درباره جنایت‌ها و قانونشکنی‌های مقامات روسیه نشر کرد، سبب اساسی همین بود. یا زید سعیدوف یا محمد روزی اسکندروف، محمد علی حیید، سید عمر حسینی و تمام این افرادی که در زندان نشستند، بزرگ مهریاروف یا ادوکات بود، اما چون موقع سیاسی گرفت و از یک حزب سیاسی دفاع کرد، او را آوردن زندانی کردن و گفتن نه او برای مشکلات مالی. یا عزت امان، مگر عزت امان اون اتهامایی که بالایش بار کردن باید زندانی شود، در صورتی که ما چند تا قانونی عفو داشتیم، در صورتی که او همه اون پرداخت‌ها را کرد، جبران کرد و هر کسی دیگر اگر غیر از عزت امان می بود، این گونه اگر حالا بالفرض جنایت کرده باشد هم که عزت امان جنایت نکرده است، اینا همش تهمت بود، ولی بالفرض اگر جنایت هم کرده باشد او را رها میکردن. خب اگر چند هزار سامانی از کسی هم داد و گریفت کرده باشد، پرداخت کرد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان میگوید که در صورت پرداخت کردن باید آزاد شود. قانونی عفو قبول شد. خود امام علی رحمان در یک جلسه رسمی در حضور میلیون ها شهروند تاجیکستان یک کارمند گمرک را گفت که جای 15 سال زندان است، اما من تو را رها میکنم. برای چی؟ برای که این آدم فعال سیاسی نبود، این از کمند خودش است. این همون دقیقاً مثل همون خودی امام علی رحمان میدزدد، با همون سخیمه، با همون رویش، اما چون یک جای اشتباه کرده است، جای خودش رو تعریف کرده است که من نزدیک خانواده امام علی رحمان هستم و با خانواده این گونه ارتباط ها دارم، از این ناراحت شدن و او رو از همه کار پیش کردن و در حضور مردم، اما به خاطر همون ارتباط هایش او را دیگر زندانی نکردن، در صورتی که خود امام علی رحمان در جلسه گفت که من میدونم چقدر دزدی کردگی و معلوم نیست که آیا مثل عزت امان این مبلغا رو گردان یا نگردان، اما او را رها کردن چون زندانی، چون فعال سیاسی نیست. اما عزت امان و باقی مانده تمام این برادران که فعالیت سیاسی داشتن، برای اونها پرونده جور میکنن. حتی اگر یکی از فعال سیاسی با یک نفری نزدیک خودش هم خرخشه کند، یک مسئله های خانوادگی و عائله‌ای باشد، این رو همچون جنایت بهانه میکنن و 15 20 30 سال وارد زندان میکنن. پس وقتی که ما این تعریف را، این تفسیر را از زندانی های سیاسی داشته باشیم، میبینیم که در تاجیکستان صدها و هزارها نفر در پس پنجره نشستند و اونها زندانی سیاسی هستند و با شدیدترین عذاب و مشقت و تحقیر و فشار در داخل زندان ها مواجه هستند. شما ببینید که وقتی قانون عفو قبول می شود، دزد، غارتگر، زیناکار، نرکمند، حالا پاره‌خور، زمین فروش، همه عفو می شوند در نزد قانون های عفو حکومت تاجیکستان، غیر از زندانی های سیاسی، غیر از کسانی که امام علی رحمان رو تنقید کردند یا فعالیت سیاسی کردند یا به حرف او گوش نکردند. بنابراین شما در تاجیکستان این پیام حکومت است که شما میتوانید کارمند گمرک و پلیس و امنیت و مقامات باشید، دزدی کنید، غارت کنید، حق مردم بخورید، اما کار نکنید که از شما مقامات بالاتر ناراحت شوند. ولی اگر این هم که کرده، بازم موقع سیاسی نداشته باشید، چون اگر موقع سیاسی داشته باشید تمام این جنایتاتون شما را وارد زندان میکنند. حتی خود امام علی رحمان در یک صحبت اخیرش هم که در شبکه‌ها بود، شما گو همه کار را کنید، اگر دیندارید برید نماز بخونید، روزه بگیرید، اگر
تاجر تجارت کنید، حتی میتونید دزدی کنید، کارمند پلیس هستید پاره بگیرید، اما با سیاست کاردار نشوید. اگر با سیاست کاردار شدید شما سخت‌ترین جزا رو خواهید دید. این پیام برای همه ملت تاجیک است و بعضی از شهروندان تاجیکستان که غیرت دارن، جسارت دارن، قانون را میدونن، کنستیتوسیا را احترام میکنن و باور دارن به کنستیتوسیا که کنستیتوسیا به هر شهروند حق فعالیت سیاسی داده است، عضویت در حزب‌های قانونی داده است و تنقید را اجازه داده است. اینا به این باور دارن و از حق خود استفاده برده میخوان و آنها میان اعضای حزب سیاسی میشوند، تنقید میکنن، مقاله مینویسند، گزارش میتین، به خبر از آن که این همه حقوق و این همه آزادی که در کنستیتوسیا نوشته شده است فقط برای یک عده آدمان هست، برای یک آدمانی که نزدیک به امام علی رحمان و خانواده‌اش هستند. باقی شهروندان نباید فریب این را بخورند که در کنستیتوسیا نوشته شده است، در قانون نوشته شده است. دیگران باید با احتیاط باشند که مبادا از مورد قهر و غضب اون پیشوا یا جناب عالی که نام بردن عنوان گذاشتن قرار نگیرند. پس عیب این برادرانی که در زندان نشستند در کل این است که اینها به کنستیتوسیا باور کردند، به قانون ها باور کردند و جسارت و جرأت داشتند که از حق کنستیتوسیونی خود استفاده کنند. حالا برگردیم یک کمی مشخص‌تر، چون موضوع صحبت ما بیشتر بالای اون نامه‌ای که دو تا برادر بزرگوار استاد زبیدالله رازق و استاد رحمت الله رجب با عنوان پرزیدنت همچون کفیل حقوق شهروندان، کفیل کنستیتوسیا و با تمام اون صلاحیتایی که همچون پرزیدنت دارد و همچون پیشوا و سرفرمانده کل قواها و دیگر با یک امید با اون نامه نوشتن و در همون نامه اشان همچون شهروند، البته همه شهروندا حق دارن که این نامه ها را بنویسن، زندانی ها هم حق دارن که چون این نامه ها را به مقامات دولتی بنویسن. این در قانون گفته شده است. یعنی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق یگان گوشه از قانونگذاری جمهوری تاجیکستان را پامال نکردند و اونها از رهبری کشور، از پرزیدنت دادخواهی کردند. در اونجا نه تحقیر است نه توهین است، حتی در پریامبول یا مقدمه نامه‌شون هم تمام این عنوان‌های قانونی و غیر قانونی پرزیدنت رو نوشتن. اما در داخل خود مکتوب، من مکتوب رو خواندم، شما هم در رسانه‌ها هست، شبکه‌ها هست، بگیرید بخونید. در اونجا چی گفتن که خب محترم پرزیدنت، شما که کفیل آزادی‌ها و حقوق شهروندان هستین، از آن جمله شهروندان زندانی هم که ما هم شهروند هستیم، یعنی همون دو نفر، اگر شهروند نمی بودیم ما رو در دادگاه تاجیکستان به محکمه نمی کشیدن، حق نداشتن. مادامی که محکمه شد در دادگاه بودیم، زندانی شدیم همچون شهروند، پس ما همچون شهروند حق داریم به شما مراجعت کنیم. اینا چی خواستن؟ که این پرونده نسبت ما تهمت است و در اونجا آوردن این وجه ها را که چگونه آنها را تحقیر کردن، فشار آوردن، دلیل های آنها را به نوبت نگرفتن. از شما خواهش میکنیم که از همون وکالت و صلاحیت های خود استفاده برید و یک بار دیگر محکمه ما از نو برگزار شود. ببینید دوستان عزیز، خیلی توجه کنید. این بزرگواران از رحمانوف طلب نکردن که ما را رها کن، ما را آزاد کن، ما بیگناه هستیم، ما را خودت تهمت کردی. نه، میگه که پرونده ما غلط است، دلیل های ما را نشنیدن، از نو پرونده را باز کنید. ما آماده هستیم که در نزد دادگاه یک مراتبه دیگر، یک دادگاه با انصافانه، شفاف، یک بار دیگر گناه ما را اثبات کنید. اگر گناهمان اثبات شد ما قبول داریم، اگر نه ما را آزاد کنید. چون اینها باور دارند، مطمئنند که بیگناهند. همچنان که سازمان ملل باور دارد، همچنان که اتحاد اروپا باور دارد، همچنان که جهان باور دارد، ملت باور دارد، غیر از خود امام علی رحمان و حتی خود کارمندان مقامات باور دارند. ببینید وقتی که همین مکتوب رو هم اهمیت بدید، در ده ها مکتوب‌های دیگر، در ده ها مراجعات‌های دیگر، وقتی که روبرو میشن با یک کارمند پلیس، پروکورور، با یک امنیت، با هر کسی باشد، حتی با سودیه، در همین مکتوب هم آمده سودیه ها میگن که ما میدونیم که شما بیگناهید، حرف شما قبول، اما فرمان از بالا هست. پروکورور میگه فرمان از بالا هست،
امنیت میگه فرمان از بالا هست، سودیا میگه فرمان از بالا هست، پلیس همین خیل. هر کسی که در تاجیکستان جنایت میکنه ضد شهروند، ضد ملت، میگه فرمان از بالا است. بالای پروکورور گنرالی کی هست؟ بالاتر از پروکورور گنرالی، بالاتر از یتیموف کی است؟ بالاتر از رمضان رحیمزاده و از رئیس سود عالی کی است؟ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. یعنی جناب امامعلی رحمان، هر کسی در تاجیکستان جنایت میکند، هر کسی حقوق انسان را پامال میکند، هر کسی نسبت ملت ظلم میکند، از روی قانون عمل نکرده ایستاده است، قانون را پامال میکند، کنستیتوسیون را پامال میکند، وجدان و انصاف و دین و آیین را پامال میکند. برایش یک چیز مهم است، اینا هیچ کدامش مهم نیست. مهم است میگه فرمان از بالا است. خب بالاتر در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان است. اگر یگان نفر دیگر بالاتر از امامعلی رحمان باشد، بگذار امامعلی رحمان بیاد پیش ملت بگوید که محترم زندانی های سیاسی، محترم مهاجرین، محترم مردم تاجیکستان، برای من فرمان از بالا است. بالاتر کی است؟ خب بالاتر از یک انسان مؤمن اگر باور داشته باشد، بالاتر خدا هست دیگر. حالا من به دین و آیین هیچ شخصی کار ندارم، از اون جمله به امامعلی رحمانم. مگر برای این کارش امامعلی رحمان دستور از خدا گرفته است، از پیامبر گرفته است، از یگان دین دیگر گرفته است؟ ولی همچون پرزیدنت تاجیکستان که کشور دنیوی هست، از روی کنستیتوسیون عمل میکند. حتی اگر یک شخصی اعتقادمند هم باشد، مسلمان هم باشد، مسیحی هم باشد، دیندار هم باشد، بدین هم باشد، در یک کشور دنیوی که بالاترین سرچشمه حقوق و قانون کنستیتوسیون هست، حتی حق ندارد یک پرزیدنت بگوید که من برای این عملم، برای این سپارشم مثلا فرمایش دینی یا که از دین فرمایش گرفتم یا از سنت یا از قرآن یا از یک مثلا مرجع دینی، نه، در یک کشور دنیوی حق ندارد. خب اگر یک کشور دینی باشد، والا فرق ندارد چه اسلامی چه مسیحی یا یهودی، و در قانونش معین شده باشد که سرچشمه قانونگذاری یا شریعت است یا آیین بودایی هست یا مسیحی یا یهودی، اون مسئله دیگر است. اما در تاجیکستان کنستیتوسیون حاکم است. حالا هر کسی هم بیاد پرزیدنت شود، بالاتر از اون مقام اجرایی نیست، بالاتر از کنستیتوسیون مقام حقوقی نخواهد بود. پس برمیگردد همه چیز به خود امامعلی رحمان، با نظر داشت این اشاره هایی که مقامات دولتی میکنن که فرمان از بالا است. اینجا سوال با وجود میاد که آیا واقعا اون وضعیتی که زندانیان سیاسی دارند با فرمان رحمان، امامعلی رحمان می شود، یا با خودسری وزیرها می شود، یا سودیها، یا مقامات زندان ها؟ این را باید خود امامعلی رحمان جواب بگیرد و اثبات کند مردم را که مردم عزیز، مخالفین، خیش و تبار زندانی های سیاسی، این جنایت هایی که در داخل زندان می شود، این جنایت هایی که نسبت مردم می شود در مسئله نلاگ و پول و راه و جای کار و این دزدی و مکتب و معارف، اینا فرمان من نیست، اینا سیاست های من نیست. اینجا پروکورور گنرالی جنایت کرده است، اینجا وزیر جنایت میکند. خب اگر وزیر این کارو نکرده است، بیاد بگید معاون وزیر کرده است. معاون وزیر نکرده است، اثبات کند، بگید که در اینجا رئیس زندان ها گناهکار است. اما ما در یک حالت گرفتار هستیم که همه میدونن که در اینجا جنایت است، همه میدونن که در اینجا قانون شکنی است، اما هیچ کس مسئولیت رو به دوش نمیگیرد. امامعلی رحمان در جلسات به دوش گپای عمومی میگه من شما رو میدونم چقدر میدزدید، من شما جنایتکار هستید، فلان هستید، اما یگان نفر را حتی از کار رها میکند، آزاد میکند، میگه من جلسه رو ترک، وزیرا رو حتی هم خیل کرد، اما یگان کس رو تا کرسی جنایتکاری نمیبرد. دیگر در این بین گم میشود که بالاخره وقتی که زبیدالله رازق و رحمت الله رجب را که مکتوب نوشتن، دادخواهی کردن از پرزیدنت، فقط طلب آن کردن که محکمه نو شود و این حقی 100% کنستیتوسیونی این دو نفر است، اینها را بردن به جریمه‌گاه که یا شیزا یا کارسر، اون جایی که بدترین حالت را دارن، با اونجا بردن برای جزا دادن. جزا برای چی؟ مگر اونا در داخل زندان آشوب کردن، یگان کس را کشتن، یگان کس را زدن، چیکار کردن؟ این پیرمرد 80 ساله زبیدالله رازق، استاد،
داملا، معلم، پداگوگ است، سردبیر بود، ژورنالیست هست، واقعا صاحب چندین مقاله و کتابا هست، یک دانشمند است. من خودم را با فخر شاگرد داملا زبیدالله رازق میگم، چون هم در پیشش درس خوندم و هم در دشوارترین روزهایم از ایشان مشورت میپرسیدم. به من حق پدری معنوی را دارد. این چیکار کرده است؟ بغیر از اون که یک نامه نوشت به پرزیدنت و باور کرد به پرزیدنت، میبرند این پیرمرد 80 ساله را در جریمه‌گاه جا میکنند. جریمه‌گاه اون کارتری که در تاجیکستان است یا شیزا، شما از زندانی ها پرسید، کسانی که بیرون آمدن، اون چی جای هست، اون چی دهشتی است در اونجا. رحمت الله رجب هم خیال، این هم یک شخص با فرهنگ زیایی، این هم ژورنالیست، این هم اصلا یک انسانی است که از دست و زبان او هیچ کس ناراحت نمیشه. ترجمه حالش رو ببینید، فعالیتش رو ببینید، عکسایش رو ببینید. خب چی گناه کردن اینا؟ من شنیدم که پیشتر عبدالقاهر دولت را بردن، باز یک ژورنالیست دیگر، باز یک سردبیر دیگر، باز یک زیایی دیگر، یک جوانی واقعا جسور و آگاه. سخنرانیش رو همچون نامزد به پارلمان به قریبی دوستان موندم، من بار دیگر تماشا کردم. آدم وقتی تماشا میکند میبیند واقعا حیف این گونه زندگی و ملت دولت میگوید که دزد و غارتگرها گشتن در کوچه ها در مقام و منصب و با پگان و با گالستوک، ولی زیایان و روشنفکران و آدمان جسور رفتن در داخل زندان. یا قیامالدین عوض، یکی از برادر بسیار بزرگوار دیگر. اینجا یادم نرود که عبدالقاهر دولت رو چند وقت پیش مادر عزیزشون از دنیا گذاشتند و با استفاده از این فرصت هم به ایشان، حالا که ما را نمیبیند نمیشنود، اما دوستان و پیوندان اهل خانواده‌شان را تسلیت بیان میکنم از نام خودم، از نام همه مهاجرین، از نام همه برادران و خواهرانی که عبدالقاهر دولت برایشون عزیز بود، عزیز هست و عزیز میموند. انشاءالله این تسلیت ما را بپذیرید و به همه پیوندان برسانید. و اگر کسی خبرگیری رفت چند ماه بعدم به زندان به نزد عبدالقاهر دولت، در عموم بگید که برادران و خواهران همه مردم تاجیک تسلیت بیان میکنند، در فکر اونا هستند و خداوند مادر را شامل رحمت کند و جنت الفردوس را برایش عطا کند و برای بازماندگان صبر جمیل را خواهانیم. اما ببینید، خب مصیبت بالای مصیبت، هم خودش را بردن در این شب و روز شیزا و با این همه میخواهند شیزا کنند و هم مادر درگذشت و این دو پیرمرد را بردن در اونجا. برای چی؟ برای که آنها یک نامه نوشتن. خب بیاید در اینجا یک سوال مطرح کنیم، سوال به همه، به جامعه، به روشنفکران، به ژورنالیست‌ها، به حالا پرزیدنت، به هر کسی هست. حالا بردید این دو نفر رو زندانی کرده، در قطار اون صدها نفر دیگر از رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زید سعیدوف، حزب‌های دیگر، اسلامی غیر اسلامی، هر کسی که با شما راضی نبود بر این دزدی و غارتگری شما مخالفت میکند، یا زندانیش میکند یا مهاجر میشود یا کشته میشود. حالا این مسئله دیگر است. بیاید یک بار دیگر این موضوع رو مطرح کنیم که یک نفر حالا زندانی شد، با چی گناه کرده باشد چی نکرده باشد، او از چی محروم می شود؟ این یک زندانی طبق قانون‌های بین المللی، قانون تاجیکستان میگن که از آزادی محروم. آزادی یعنی چی؟ او دیگر در مقایسه با دیگر شهروندها آزادیاش محدود می شود. دیگر نمیتواند پیش زن و فرزند باشد، صحبت کند، گپ زند، در یک خانه تمیز و بهتر زندگی کند. البته وقتی خانه تمیز و بهتر میگم در خانه خودش. اما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، مقامات تاجیکستان، از آزادی محروم شدن یک آدم از انسانیت محروم شدنش نیست. این معنا را ندارد. این یک انسان وقتی که وارد زندان می شود، او از انسانیت بیرون نمی شود. شما حق نداره دیگر با او همچون غیر انسان مناسبت کنید. حالا در جهان معاصر که حتی با حیوانات هم دیگر میگن که حیوانوار مناسبت کنید، نمیتونید مناسبت غیر حیوانی کنید. حالا ده ها سازمان های دفاع از حقوق حیوانات هست که اجازت نمیتید که مثلا نسبت یک حیوان دغلی کنید. البته این در جایهای دیگر است. در کشورهای مثل تاجیکستان انسان، باور کنید انسان در بعضی حالات از حیوان
شرایطش بدتر است. ممکن در زوپارک دوشنبه شرایط نگهداری حیوان ها چی گرگ باشد چی سگ و چی گربه و شتر از انسان ها در زندان های تاجیکستان بهتر باشد. تمام معیارهای بین المللی است دوستان گرامی که این برای تاجیکستان هم تطبیق می شود. برای یک زندانی چند متر مربع باید که مساحت باشد. من نمیگم تاجیکستان رو با نروژ برابر کنید، با شویتزاریا، با زندان‌های گالندیا. اتفاقا در گالندیا دیگر زندان نموند. زندان‌ها رو بستن چون زندانی نیست که در اون زندان‌ها جا کنن. تمام این کسانی که یگان کمبودی میکنن اینها رو میبرن در خانه‌های خودشون، میگن زندانی خانگی شو، در همون جا باش، در پایش از زنگوله میزنن با همون چیپ و از همون تریتور بیرون نرو. بیرون که رفت پلیس بلافاصله پیداش میکند میگیرد. حکومت میگه من برای چی؟ برای این پول صرف کنم، برق صرف کنم، آب صرف کنم، با قراول مونه 10 برابر خراجاتش زیاد میشه. بهتره که در خانه خودش بشیند، در پاش یک زولونه میزنم، یک چیپ میزنم، همون تریتور میکروراین خودش گشتن بگیرد یا در خانه خودش. همون تروریست نروژی که بود، بریکوی که 57 نروژی را کشت، یک تروریست مذهبی مسیحی. میدونید شما در چه زندان زندگی میکند؟ گوگل بروید، یک گوگل کنید بینید بریویک условия в тюрьме. تمام دیگه یک خانه دو خانگی با تمام میکرووالنوفکا و تلویزیون و اینترنت. حتی شکایت بود که سرعت اینترنت هم بلند نیست و حتی شکایت بود که خوراک مرا تا میارن از اون 10 متر که کمتر سرد میشود و دادگاه او را حقوقش رو برقرار کرد. من نمیگم شما زندانیا را به این شکل کنید، اگرچه وظیفه شما است که باید بکنید. انسان در تاجیکستان هم انسان است، در نروژ هم، اما این برای شما دخل ندارد چون شما تفکرتون دیگر است. من حکومتدار تاجیکستان رو میگم، تفکر شما تفکر همون لوکاشنکو است. اون روز پرسیدن که برای چی زندانیا رو عذاب میتید، گفت که извините تورمه نی ساناتوریا. همه میدونند که تورمه ساناتوریا نیست، اما وقتی که یک انسان رو تورمه کردی، زندان بردی، معنی ندارد که او را بشکنی دیگر از انسانیت بیرون کنی. اما شما یک حدی اقل های رو باید رعایت کنید. حالا من درباره شرایط و درباره اون بود و باش نمیگم، این موضوع دیگر است. یک انسان وقتی زندانی شد از روی قانون حق دارد با پرزیدنت، با پروکورور، با رهبر زندان شکایت خطی نویسد. برای چی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را برای این حق کنستیتوسیونی که در قانونگذاری تاجیکستان است شما جزا دادن میخواهید؟ سببش یک چیز است، برای آنکه شما میخواهید اینا بترسند. نه تنها این دو نفر، اصلا تمام جامعه تاجیکستان بترسد، زندانی ها بترسند که هیچ کس حق ندارد حق کنستیتوسیونی خود را استفاده برد. نامه بنویسد، شکایت کند، مشکلات را گپ زند. اگر این کار کرد از نگاه شما جنایت است. از نگاه قانون هم جنایت نباشد، از نگاه شما جنایت است. برای چی؟ برای اینکه بر تبع شما نمیفورد. من دیروز یک صحبتی رو تماشا کردم، یک بچه از اون منطقه ختلان از دهه جاروقل وقتی میگه که در جلسه در حضور پرزیدنت رحمانوف میگه که راه جاروقل منفرش نیست، اسفالت نیست، 18 سال شد یا چند سال شد. امام علی رحمان در همون جلسه در حضور همین میگه که این بچه دروغ میگه، نسنجیده، ندیده. حالا یک رئیس ناحیه ولایت رو نخیزانده که بپرسد که آیا واقعیت دارد یا نه. این پیام دارد به جامعه. یعنی اگر همون جوان، همون کودک میخواست یک شعر میخوان، میگه که شما نجات دهنده سیاره و زمین و آسمان و صلح آفرین و تاجیکستان رو بهش کردید، اون نمیگفت که دروغ میگویی. اگرچه اون کودک دروغ میگفت، اون همه میدونن که نه نجات دهنده سیاره است و نه حالا اساسگذاری صلح و وحدت و حالا همه میدونن، اما کی دروغ است. اما همین دروغ اگر میگفت رحمانوف نمیگفت که تو دروغ میگی، اما چون یک حقیقت را گفت و روی راست هم گفت، کودکوار به غش، به آلایش، چون این تملق و بازی سیاسی را نمیداند. اگر حالا هم جوان 10 سال در تاجیکستان زندگی کند، یگان منصبک بتیان یا اوانگارد میشود یا یگان منصبه که دیگر در یک جماعت، در یک جامعه گیرد. حتی اگر بیارن دانشجو داخلش کنن، باز همون هم ممکن شروع کند با مدحیه سرایی و همین افسانه ها. اما در همینجا فقط گفت که راه ما منفرش نیست، در همونجا بلا فاصله گفت که تو دروغ میگویی. یعنی این است مناسبت با کسی که حقیقت رو میگوید.
و همون بچه جاربقول، همین رحمت رجب، همین دوملو زبیدالله رازق، اینا یگان چیز نگفتن، از پیش خود نگفتن. اینا میگن محترم پرزیدنت مسئولیت خودت رو انجام ده، من شهروندم، به من رسیدگی کن، مرا تهمت کردن، دادگاه رو از نو کن. اونش میگه که راهی مرا بیار درست کن، راه نداره. کجا این دروغ است؟ چرا باید یک شهروند برای مراجعت کردن به پرزیدنتش، چه شفاهی، چه خطی، چه در جلسه، چه در زندان، باید که مورد جزا قرار بگیرد؟ باید که او را دروغگوی بگیم، او را تهمتگر بگیم، او را فتنه‌گر بگیم؟ بنابراین همین من حالا اینجا صحبت خیلی طولانی شد در موضوع زندانی های سیاسی، اگرچه میخواستم کوتاه‌تر باشد، اما اونقدر درد و غم زندانی ها زیاد است، اونقدر مشکلات آنها زیاد است، اونقدر مردم در این باره باید صحبت کنند که شاید یک روز و دو روز و یک سال هم شاید کافی نباشد. من در آخر دو تا نکته را قید خواهم کرد در این موضوع. ببینید، یکی مراجعت میکنم به پیوندان همین زندانی های سیاسی، به خویش و توارشان، به خانواده ها، به خصوص همسرها، فرزندها، دخترها، پسرها. دیگر شما چی رو از دست دادن دارید؟ در ایران، در افغانستان، در عراق، در ترکیه، در روسیه، در بلاروس، در تمام دنیا اگر یک نفر رو زندانی کردن، ظالمانه عذاب دادن، خویش و تبارشان داد میزنن، تظاهرات میکنن، مکتوب مینویسن، سازمان تشکیل میکنن و فعالیت نشان میدن که خب بالاخره این درد اینو سبک شود، مشکلاتشون سبک شود، جامعه جهان به درد اینا برسد. بعضی از زندانیای سیاسی ما، حتی من نمیگم در داخل، در خارج کشور قرار دارن، خودشون در امنیتن، خاموشن، میترسن صحبت کنن، میترسن فعالیت کنن، این مشکلات رو گپ زنن، میگه که خب اونش که زندانی شد، در عذاب است، باز این حکومت میبرد نفران دیگر رو زندانی میکند، فلانی رو از بیزنسش، فلان خشم رو محروم میکند، بالای زن و بچه ها فشار میارن، مالکیت هم رو میگیرن. خب دیگر چی از دست دادن داریم؟ نزدیکترین افراد همین برادران هستند، همین پدران هستند، مادران هستند، اینا که برای آزادی ما، برای سربلندی ما زندانی شدن، خود را قربان کردن. مگر ما آماده نیستیم این کیف و راحت و این آرامش خودمون رو قربان این بزرگواران کنیم؟ دیگه چی رو از دست بدیم؟ من خواهش میکنم، این البته پیام و خواهش من است، اما سبب رو میدونم. این حکومت تاجیکستان واقعا با عملش همین کار را اثبات کرد که هر کسی اگر برای نزدیک خودش هم تلاش کرد، او رو باز جزا میدهد. در تاجیکستان جزادهی مثل همون قرنها، عصرهای گذشته است، فردی نیست. یک نفر جنایت کرد خودش رو جزا بدهند، اولادی، خانوادگی، مثلا حتی ممکن ناحیه رو، یک دهه و ناحیه رو هم جزا بدهند، برای اینکه از نگاه حکومت یک نفر در اینجا باید که جزا بیند. اگر من نسبت امام علی رحمان چیزی گفته باشم و کرده باشم، تمام اولاد کبیری باید تا کودک 4 ساله تا همزه خردسال باید جزا ببینند. اگر زبیدالله رازق کرد همین، سید عمر کرد همین، رحمت الله کرد همین. خب وقتی اون نرسیده است که ما دو مسئله را از هم جدا کنیم. اگر کسی جنایت کرد، حالا جنایت کرده باشد، به من چی ربط دارد که خانه من رو میگیری؟ زید سعید رو زندانی کردند، خانه زن و فرزند و بچه‌هاش رو گرفتن، از ما که تا خاله بچه و تا عمه بچه رو هم مصادره کردن گرفتن. چی ربط دارد این؟ فقط به بهانه اون که در ساختن همین خانه یا در مثلا کارش گویا که ما در اونجا شریک بودیم. خب بعد چی؟ در اون وقت شریک بودیم که ما در زندان نبودیم، هنوز نسبت ما دادگاه حکم نکرده بود، یعنی تمام کار و فعالیت ما قانونی بود. زکان نیمیت عبرت نیسیلی، قانون بازگشت ندارد که مرا در سال 2015 مثلا بچه‌ها رو زندانی کردید، برای فعالیت‌های سال 2013 و 12 او را بیاری زندانی کنی. این برادران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو شما در 15 16 سپتامبر زندانی کردید، در اون وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز قانونی بود. 29 سپتامبر قرار دادگاه عالی صادر شد. یعنی تا اون وقت اونا در یک حزب رسمی قانونی اعضا بودن. با کدام دلیل شما اونها رو زندانی کردید و جزا دادید؟ اگر بعد از 29 سپتامبر اینو کار میکردن، میگفتن ما عضو حزب نهضتیم، بله شما وقت حق داشتید، اما شما 15 روز قبل از بسته شدن حزب اینها رو الکی زندانی کرده بودید
بعد میگه که برای عضویت در حزب غیر قانونی. این چی منطق است و چی فهمیش است؟ خب یعنی ببینید شما، من حالا این پیامم به نزدیکان بود که بیاید فعال باشید، ما در خدمتتون هستیم، صدا بلند کنید، هر چیزی که کنستیتوسیون اجازت میدهد نزد سازمان‌های بین‌المللی بروید، گروه تشکیل کنید. نمیدونم چرا برای دفاع از، حالا من ضد هیچ کس نیستم، این معنی ندارد، برای دفاع از مثلا اقلیت‌های جنسی یا گوموسکسوالیست یا هر چی باشد تشکیلات میشود، از اونا دفاع میکنن، نامه مینویسن، نخواد که زندانی‌ها شهروندان تاجیکستان حقوقشون برابر دیگر قشرهای جامعه نباشد، نخواد سازمان دفاع از حقوق حیوانات هست، نمیدونم پرنده ها هست. خب ما از چی میترسیم دیگر؟ بنابراین همین اینجا خواهش من از همه پدران، مادران، همسران، فرزندان این است، چی در داخل چی در خارج، ما هم جزئی از شما هستیم، ما هم برادران اونا هستیم، بیاید فعال باشیم یک جایه. این مسئولیت تنها مسئولیت سیاستمداران نیست، این تنها مسئولیت شما نیست، ما باید، این مسئولیت جامعه هست، مسئولیت ملت هست، ما همچون باید جزء ملت این کار رو ادامه بدیم. اما نکته دیوم وقتی میگم که مسئولیت ملت است، خیلی دردآور است که یک قسمی از جامعه ما این گونه موقع را گرفتند که اینها زندانی های سیاسی ضد امام علی رحمان هستند. حالا یک قسمش اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک قسم زید سعیدوف، محمد روزی، بزرگمیر، اینا مشکلات خودشان به خودشان ربط دارد، با ما ربط ندارد. حتی بعضی از بنام روشنفکران که من این گونه آدم را اصلا روشنفکر نمیدانم، حتی اگر 10 دیپلم داشته باشد، بهترین قلم داشته باشد، بهترین سخنور باشد، روشنفکری این سخندانی و این شعردانی و قلم داشتن و این گالستوک داشتن و دیپلم داشتن نیست برادران عزیز. روشنفکر این فکر روشن، ارزش‌های مستحکم و موقع مستحکم و جسارت داشتن است. حتی اگر دیپلم هم نداشته باشی، حتی اگر 2 جمله رو هم درست تلفظ کرده نتونی. بسیاری از روشنفکران و زیایان بودن که صحبت کرده نمیتونستن، گپ زده نمیتونن، شلن، گونگن، ولی اونها فکرای ناب دارن. بعضی از اینها به نام روشنفکرها گفتن که ما چرا از این زندانی های سیاسی دفاع نمیکنیم؟ برای اینا که دشمن فکری ما هستن. نهضتی ها دشمن فکری ما هستن. این بزرگوار، من در ناخنک بزرگوار میگم که خودش رو روشن فکر میگه، این اول آمد یک هموطن خودش رو که میتواند فقط رقیب فکری باشد دشمن فکری اعلان کرد. دشمن یعنی چی؟ دشمن باید نابود کرده شود. یعنی یک تاجیکستانی که دیگه خیلی فکر میکنه، برای این بنام روشن فکرانی ما دشمن فکری است. چون دشمن فکری هست، باید هر ظلم و جنایتی که نسبت او کرده میشد من باید خاموش باشم. برای چی؟ برای که امام علی رحمانوف دشمن فکری ما رو جزا داده ایستاده است. شاید این آدم خودش هم در بعضی مسائل ها مخالف امام علی رحمان باشد، اما چون میگه این دشمن فکری ما رو دارد اذیت میکنه، این قانونشکنی نسبتی او هست، پس من باید خاموش باشم، از اون دفاع نکنم و حتی شاید که از این پشتیبانی هم کنم در این گونه مسائل ها. این از فهمیش یک روشنفکری تاجیک، یک بنام زیایی تاجیک. بنابر همین است که من با کمال مسئولیت میگم که در تاجیکستان گروه قشر با نام روشنفکر و زیایی وجود ندارد. هر کس دعوا میکنه که من روشنفکر، یا بعضا میخونم در بعضی جاها که دعوا میکنن ما روشنفکران، ما زیاییان. اولش کسی که خودش رو روشنفکر میگه خودش یا زیایی میگه یا با سواد و اینتلیجنت میگه، این اولین نشانه بیسوادی و زیایی نبودن و روشنفکر نبودن است. یک آدم روشنفکر اول که خودش رو روشنفکر نمیگه، بگذار دیگران بگن. اما بعضی ها می نویسن ما روشنفکران. ما روشنفکران باید در مقابل عقیده های خرافاتی نهضتی ها و ملاها و اینا باشیم. بسیار از ملاها، حالا نگم فقط نهضتی ها، بسیار از ملاها، علما، برادران عزیز، نه برای اون میگم که من رهبر حزب نهضت اسلامی هستم، از مشاهده‌های شخصی خودم میگم، به مراتب از این گالستوکدارها و از این مثل من بر این ریش تراشیده ها و گالستوک میپوشیدگی ها و دیپلمدارها، اونایی که برای نمود روشنفکری بگیرن یک سیگار در پرای دهن و 4 کلمه رو مینویسن و 4 تنقید از ملا و دین کردید، یا نشانه روشنفکری همین. باور کنید تحمل پذیری، تحمل گرایی، آداب،
و در فکر ملت و ارزش‌های تمام قشرها، از آن جمله قشر غیر دینی بودن، اونقدر در بین قشر از دامله‌ها و روحانیت زیاد است، قوی‌تر است که من در قشر بنام روشنفکر یا تحصیل کرده های دنیوی ندیدم. با وجود همه احترام و واقعا عذرخواهی که از بعضی بزرگواران در جامعه میکنم، بیاید از خودمون دیگر این خیال نتراشیم که والا قشر روشنفکر هست و دیگر باقی مانده. این قشر تاریک نهضتی باید در داخل زندان بپوسند. بعضیش گاه که انصاف کنن، وجدان کنن، بعد یگان چیزا می نویسن که بله ما هم خود در فکر اونا هستیم، اما دیگر نمیان درباره اونا حداقل برابر دیگرها صدا بلند کنن، در صورتی که دیروز با همینا هم نشین بودن، صحبت میکردن، با هم میرفتن، سلام علیک بودن. بنابراین وقتی من میگم که در ما قشر روشنفکر نیست، با همین دلیل میگم. بله روشنفکرای علاهیده هست، افراد. بعد از مومن قناعت دیگر واقعا من حالا یک چهره، رمز، ستون روشنفکری و زیایی در تاجیکستان رو دیگر نمیبینم. خدا رحمتش کند محمد جان شکوری، استاد مومن قناعت. من از افراد که هستن، حالا نه برای آن که باز بعضی ها با اونا هجوم کنن، عبدالملک قادر واقعا یک روشنفکر امروزه تاجیک، برزو عبدالرزاق. حالا یک دو نفر مثل همینا رو میشه نام برد که اینا واقعا زیایی و روشنفکر با تمام معنا هستند. در داخل دوشنبه نشسته است، حرفش رو میگوید. آینه حال بابا نظروا. دیگر بزرگوارانی که هستند اونا هم زیایی هستند، فکر دارند، قلم دارند، اما وقتی میاد در یک مسئله مهم ملی و انسانی میخواد نظر بدهد، فکر پسر سفیرش رو میکند. پسرش سفیر است، دامادش بیزنس دارد، خودش حالا در 4 تا نشست و معرکه و میزگیر دعوت میشود، شاید در اون بانکت پرزیدنت هم دعوت شود. برای اینکه این رو از دست ندهد، اون میآید یک موقع ها میگیرد که واقعا حیف همون دانش و علم و جایگاه علمیشون هست. ولی به هر صورت من دیگر حالا به این نتیجه رسیدم که دیگر تکیه زیاد به این قشر بلام روشنفکر ملت باید نکند، بلکه خب ملت ما همون ملت دیگر ها چی هستیم همون هستیم. مبارزه را باید مهاجر برد، مبارزه را باید همین مخالفین برند، مبارزه را باید همون روشنفکران واقعی، روزنامه‌نگاران واقعی که چه در داخل چه در خارج ایستادن، در شبکه‌ها می‌بینیم چقدر فعالیت جانانه میکنن، اینها کنن. اینا هیچ وقت دعوای پیشوا و روشنفکر و زیایی بودن و مثلا صاحب رسانه و صاحب قلم بودن رو نکردن و نخواهند داشت. پس این مسئولیت گر بر دوش ما میافتد و از آن جمله مسئولیت زندانی های سیاسی هم. من حالا با اینجا میگذارم به موضوع دوم، چون موضوع دوم درباره بدخشان میخواستم صحبت کنم، اما چون درباره زیایی ها رفت، من میخواستم بلافاصله به موضوع سیوم، بعد موضوع بدخشان رو بعد بیم. موضوع آثار تاریخی در مثال آثارخانه یا خانه موزه استاد صدرالدین عینی، قهرمان ملی و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک. دوستان عزیز، بازم بحث روشنفکری می آید، بازم بحث زیایی و اهل فرهنگ می آید. من نمیدونم کی این تصمیم را گرفت که باید آثارخانه استاد صدرالدین عینی به جای دیگر کشانده شود. من خواندم چند رسانه ها را، مسئولان حکومت نوشتن در نامه‌شون به اکادمی علم ها که این آثارخانه در همون نمود ظاهری که الان هست به زبان روسی نوشته است. در ازیا پلیس خواندم پارتیت کراساتو اولیتسی یا که منطقه رو زیباگی همون منطقه رو خلالدار میکنن. خیلی فرمولیروفکا و خیلی دلیل عجیب، غیر منطقی، بی‌سوادانه و اصلا دور از فهمیش زیبایی و فرهنگ و شهرداری و شهرسازی. من از حکومتداران تاجیکستان خواهش میکنم، از شهردار جناب رستم امامعلی، از خود پرزیدنت، از دیگر کسانی که به این مسئله، از پرزیدنت اکادمی علم ها، از اکادمیک ها، شما مفهوم زیبایی شهر، آثار فرهنگی رو در چی میبینید؟ چرا آثارخانه استاد صدرالدین عینی یا میرزا ترسونزاده یا تئاتر مایاکوفسکی یا چایخانه راحت یا هر بینای دیگر، همین بینای حاضره اکادمی علم ها، بینای تکه، پیشینه تکه که از روی
طرح‌های بهترین ارکیتکتوری زمان شوروی با شرکت ارکیتکتورهای سنت پترزبورگ که چندش آلمانی هستند و بعضی از اون نشانه‌های ارکیتکتور اروپایی هم از طریق ارکیتکتور سنت پترزبورگ در دوشنبه هم هست و اینا از نگاه شما کجاشون مشکلی دارد؟ پرابلم در چی است؟ پرابلم یعنی شما با این عقل خودتون، استتیکا و زیبایی شناسی خودتون به این نتیجه رسیدید که بینای اکادمی علم‌های تاجیکستان، بینای تئاتر مایاکوفسکی، چایخانه راحت، بینای سکا، این منزل استاد عینی، اینها ارزش فرهنگی ندارن؟ شما فراموش کردید که اینها در لیست آثارهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان طبق قانون وارد شدن. شما فراموش کردید که اینها رو بهترین ارکیتکتورها ساختن. شما فراموش کردید که اینها یکی از جایهای تاریخی و خاطره تاریخی ملت تاجیک است. شما چی رو میفهمید از زیبایی، از فرهنگ، از شهرداری؟ حالا بالفرض شما بجای همین بینا، حالا من دیگه مسئله رو بجای همین بینای استاد عینی آمدید یک تا بینای بلند آشیانه، یک تئاتر، یک آثارخانه، یک موزه، یک بینای بلند آشیانه، یک اداره کاری ساختید از روی فهمیشی شما خیلی زیبا، بلند آشیانه. شما میدونید که همین گونه بیناهایی که شما میسازید و از نگاه شما زیبا هستند که از نگاه من جز یک آهن‌پاره و شیشه بیش نیستند که بعد 10 سال اهمیت یا ارزش ارکیتکتوری خود را از دست خواهند داد، برای آنکه در دنیا، در گانکونگ و سینگاپور و دبی و فیلیپین و نمیدونم اروپا و لس آنجلس اونقدر بیناها ساخته می شود که اصلا شما با این 4 تا بینای بتونیتون هیچ کس رو به تعجب آورده نمیتونید. حالا که همینها الکی هیچ گونه ارزش ارکیتکتوری ندارن. باور کنید همین بینایی که در دوشنبه ساخته شدن بغیر از همین قصر پرزیدنت رو چون ایتالیا ساختن با پولی خیلی کلان، دیگر یگان بینا همچون بینای معاصر ارزش ارکیتکتوری ندارد. ارزش ارکیتکتوری تمام این بیناهای 100 ساله دوشنبه بالاتر، به مراتب بالاتر از این بینایی که شما امروز میسازید. اما شما میدونید که از این بیناهای شما هزارها در دنیا هست. آثارخانه صدرالدین عینی 2 تا هست، یک تا در دوشنبه، یک تا در سمرقند. تئاتر مایاکوفسکی با همون بینا 1 تا هست. چایخانه راحت در دنیا 1 تا هست. اکادمی علم‌های تاجیکستان همون بینا شاید در یگان جای دیگر به این مانند بینا باشد، اما این 1 تا از روی یک ارکیتکتور اونیکالی فردی ساخته شده است. شما از استتیک بینا و ارکیتکتور چی میفهمید؟ باور کنید فهمیش شما فقط دبی رو دیدگید، همون میروید شاپینگ میکنید، چند جاها رو میبینید و فکر میکنید که اگر مثل دبی و مثل مالزی و مثل جاهای دیگر که بیناهای تجارتی هستند در خیابان رودکی دوشنبه یا در دیگر مرکز دوشنبه همین گونه بیناها ساختید، پس شما دوشنبه رو آباد کردید، پس شما دوشنبه یک شهر زیبا با فرهنگ شده است. این گونه بیناها میدونید برای به درد کی میخورد؟ به درد چند تا از همون جوانهای نادیده یا پیرزنهایی که از روستا میآیند و هیچ دنیا را ندیدن و میبینن چند تا بینای بلند آشیانه یا چند توریست افغانستان و جاهای دیگر، خب یک بار میبینن، بعد میروند دبی و جاهای دیگر میبینن که نه از این زیباتر هم بوده است. برای 1 سال 2 سال با اونا تاثیر دارد، اما برای شما فایده مالی دارد، فایده های میلیونی. شما چند سوتیق زمینه که بینای خانه استاد عینی هست، این را به جای دیگر میخواید بکشونید، در اونجا بعد یک بینا راست میکنید، اون رو میفروشید، والا چندین میلیون دلار درآمد خواهید گرفتید که به کیسه شخصی شما میرود. همین کار را در نسبت دیگر بینای تاریخی کردید و کرده ایستادید. طبقه آثار، فرهنگ، تاریخ ما ملت قربانی 4 تنگه درآمد شما شود. یا حالا بالفرض شما بیاید به من بگید که قسم بخورید که من اصلا در فکری تجارت و درآمد نیستیم، مثلا در جای بینای سکه یک بینای پارلمان یا یک بینای حکومتی جدید میسازیم که شخصی نیست، تجارتی نیست. من میگم خیلی خوب، چرا همین بینا رو شما در یک گوشه دیگری دوشنبه نمیسازید؟ قزاق‌ها اگرچه بادیه نشینن، الماتا رو ویران نکردن، رفتن آستانه را ساختن که امروز نورسلطان است. و شما بگیرید یک گوشه دیگری دوشنبه رو این بیناها رو بسازید
و همون بینوی تاریخی در کوچه رودکی، خیابان رودکی باقی بماند. اگر بالفرض این مسئله تجارتی نیست، این بدتر است. حالا اگر شما میگفتید مسئله تجارتی است، من میگفتم خب حداقل برای خودشون یک دلیل دارن. اگر مسئله تجارتی نباشد، پس سببشون است که فهمیش شما، فرهنگ شما از شهرداری، از دولتداری، از تاریخ، از ملت صفر، نول. شما داره یک فرهنگی کوچمنشگی، بدوی، بادیه‌نشینی که حتی وقتی من بادیه‌نشین میگم منظورم این بادیه‌نشینی قزاق و قرقیز و اینا نیست. اینا خیلی پیش رفتن. چینگیزی، مغولا وقتی که می آمدن، اون یک فرهنگ عجیبی درباره شهر و شهرداری داشتن. شما دقیقاً همون میآید اون چیزی که تا شما وجود داشت این را از بین بردن میخواهید، خراب میکنید. در جای 4 تا بینای بیتانی و سنگی و اون ارماتور رو بالا میکنید برای 4 تا جوان نادیده، حالا تازه به دوشنبه وارد شده یا برای چند کسی دیگر، از اون درآمد پولی میگیره و بعد میخواهید ملت رو در آینده ها اثبات کنید که اصلا تا آمدن شما هیچ شهری وجود نداشت، دوشنبه نبود، همه این رو ما ساختیم. این بدتر است. این بدتر از سبب اول است. بنابراین من حالا هم هشدار میدیم. این دیگر آگاه کردن نیست، این هشدار است. اگر نخواهید که ملت تاجیک فردا منزل شما رو ویران نکند، منزل استاد عینی، استاد ترسونزاده، بیناهای تاریخی، اصلا منزل هیچ انسان دیگری رو ویران نکنید. کسانی که شما هم از اروپا میایید، در گرمانیا سفارتخانه داره، سفیر تاجیکستان در برلین، بروید الکساندر پلاس، بهترین بیناهای معاصر برلین در همون میدان است. شما میدونید شرکت ها که در دوشنبه اونها رو اصلا شما نمیبینید. در همونجا نگاه کنید، در پهلوی اون پیش مرکز سونی سنتر یک بینای قدیمی میده هست، خردک، از آثارخانه استاد عینی هم میده تر است، قدیمی تر است. اون رو ویران نکردن، پلان گنرالی کشیدن در اونجا، اما گفتن که این آثارخانه تاریخی یک صاحب دارد، این به نام فلان آدم است و اون رو ویران نکردن. در پهلوش با اون اسلوب نوی ارکیتکتوری این را داخل همون انسامبل ارکیتکتوری کردن و یک چیزی زیبا ساختن که یک پدیده فرهنگی معاصر با یک پدیده فرهنگی ارکیتکتوری قدیمی با هم جور گرفته است، با هم پهلوی هم وجود دارن. چرا شما هر هنر رو خواهش دارید در پهلوی آثارخانه استاد عینی کرده نمیتونید که آثارخانه استاد عینی جز اون انسامبل یا کامپلکس ارکیتکتوری باشد؟ چون فهمیش ندارید، دانش ندارید، ذوق استتیکی ندارید و از همه مهمش برای شما استاد عینی اهمیت ندارد، ترسونزاده اهمیت ندارد. شما برای غرضهای سیاسی بله با اونها قهرمان ملی دادید، شاه تیمور و نصرت الله مخصوم هم دادید، دیگراش هم، سامانی هم، اینا همش به خاطر منفعت‌های سیاسی است تا اینکه خودتون رو به ملت نزدیک کنید. اما شما کمترین احترام به این تاریخ و به این فرهنگ و به آثار و به این بیناها ندارید و این رو اثبات کرده اید که این ملت با تمام تاریخش، با تمام فرهنگش، آثارش، قهرمانهاش برای شما بیگانه است. یا مورد استفاده تجارتی قرار میگیرد یا مورد استفاده سیاسی. مثل همین استاد عینی هم مورد استفاده سیاسی قرار داده، امروز مورد استفاده تجارتی قرار میدید. شاه تیمور هم برای آنکه مردم بدخشان بگید که ما یک نفر از بدخشان هم قهرمان ملی کردیم، یک منطقه رشت، دیگر جایها. اما در صورتی که اگر همین شاه تیمور زنده می بود، نصرت الله مخصوم زنده می بود، همین استاد عینی با همون پافشاریش برای خط فارسی زنده می بود، شما رو زندانی میکرده، خرافاتی و خائن اعلانش میکرده. اما چون مرده است، برای شما مرده ها قدر دارد، اما زنده ها خطر دارد. حالا بلافاصله من این را هشدار میدم که اگر بخواهید مردم منزل شما رو ویران نکند، تاریخ و آثار شما رو ویران نکند، حالا آثار سیاسیتان را کو ویران خواهند کرد، اما شما بالاخره از خود یک خانه و در و مالکیتی دارید. چه حق دارید مالکیت استاد عینی را ویران میکنید؟ حالا پسرش خدا رحمت کند کمال عینی زنده نیست، بسیار انسان شریف بود، ما شناسایی شخصی داشتیم، حالا نیست، فرزنداش نیستن، پس شما چه حق دارید؟ شنیدم که خانه رحمان نبیف را پرزیدنت دوم تاجیکستان را هم میخواهید که از بین ببرید یا خراب کنید یا بگیرید یا الکی گرفته باشه.
شما فکر میکنید که وقتی که خانه پرزیدنت ها، خانه اکادمیک ها، قهرمان های ملی رو خراب میکنید، وقتی که از قدرت رفتید، این ملت با این جنایتاتون با شما چیکار میکنند؟ رحمان نبیوف جنایتی وزنی نکرده است، استاد عینی یگان جنایتی نکرده است، ولی شما منزل ها اینها رو از بین برده اید، خراب میکنید. شما با این قدر جنایتاتون بعد میخواهید که مردم باز شما رو همین خیلی احترام کند و خب نگهداری کند و آثار شما را نگهبانی کند که حتما نخواهد کرد. من فکر میکنم که ما در یک مرحله بسیار حساس قرار داریم و اینجا هم باز میبینم که باز هم بعضی ها با صدای پست مثل که در نسبت دیگر بیناها بلند کردن، باز هم با همون نیم صدا صحبت میکنن، باز هم میشنیم صدای همون زیایان یگانه مثل عبدالملیک قادر و دیگرها که با وجودشان صحبت میکنن. احساس میشود که تاریخ و فرهنگ این ملت برایشان عزیز است، اگرچه جان اینا هم در خطر است، اما باز هم مردم بسیار بخصوص همون قشر به نام روشنفکر یک موقع نامعین گرفته است و باز هم این مسئولیت باز به دوش کی میافتد؟ باز هم ما مخالفین سیاستمدارها بیایم گپ زنیم، بله همچون تاجیک حق داریم، وظیفه‌مون است، اما یادتون نرود وقتی که ما صحبت میکنیم یک بخش دیگر میگن که باز مسئله فرهنگی رو سیاسی کرد، باز اپوزیسیون این رو هم آوردند و سیاسی کردند. باور کنید ما سیاسی نمیکنیم، این مسئله صرف فرهنگی تاجیکی است. با من وقتی که همین خبر رو شنیدم ناخودآگاه رفتم به سراغ فکر و اندیشه استاد عینی. ببینید استاد عینی چی کسی بود؟ آدینه رو نوشت، داخونده رو نوشت، غلامان رو نوشت، در قطار دیگر ده ها کتاب های دیگر یادداشت های ایناش. واقعا نابغه بودن استاد عینی رو من در همین جا درک کردم. دقیقاً اون چیز بخصوص آدینه رو یک بار دیگر بخونید برادران، بخصوص برادران مهاجر، اگر امکانیت باشد شک وریانت الکترونی، اگر کسی نیست برادران وریانت الکترونی داشته باشم بگذار هر یک مهاجری تاجیک پاویسی آدینه استاد عینی رو بخونم. این نابغه 100 سال پیش دقیقاً وضع مهاجر آدینه های امروزه تاجیک رو در اثر خودش نشان داده است. وقتی که ما میخوانیم میبینیم ما آدینه ملت تبدیل به آدینه شده است. رحمان با تمام خانوادهشان ارباب کمال، اون گفتی اون یک نفرش ابو کمال نام کرد، خواست کتاب خوانده بودن خود را نشان داد که یک بار همه را رسوا کرد، ابو کمال گفت، ولی اصل اون ارباب کمال است. یعنی استاد عینی با اون بزرگواریش، با اون پیشبینیش ملت تاجیک رو میدونست که یک زمان میاد که ارباب کمال ها منزل او را ویران خواهند کرد، میکوچانند به یک جای دیگر. گویا خب یک بنا را کوچاندید دیگه او چی میمونه؟ استاد عینی که در اون جای نو زندگی نکرده بود، در همین 5-6 ساعت زندگی کرده بود. ملت همون آدینه شده است. وقتی که آدینه استاد عینی از تاشکند یا جای دیگر کار میکرد در ازبکستان تا به تاجیکستان برمیگشت، در راه او را همه غارت میکردن تا به همون منزلش برای عروسش یک چند تا متر متا هدیه تویی میآورد که اون رو آخرش ارباب کمال میگیرد. مهاجری تاجیک از روسیه ولادیستوک کار میکند تا دوشنبه میرسد، از پلیس روسیه قزاقستان سر کرده تا گمرک تاجیکستان میاد، آخرش رو امان رحمان طریق بانک‌ها و طریق نرخ‌ها و طریق پول راه دوشنبه چنک و اینها باز میکشد میگیرد. این آدینه مجبور میشود که باز بهار دیگر برگردد به روسیه برای کار کنی. یعنی دقیقاً استاد عینی این را پیش بینی کرده بود. پس میماند دفاع از آثار استاد عینی، دفاع از فرهنگی او باز هم به دوش همین آدینه ها، این ارباب کمال ها به هیچ وجه دفاع از استاد عینی نخواهند کرد، بلکه استاد عینی را دشمن خودشان میدانند، زیرا استاد عینی خاراکتر اینها را، پرسنج اینها را در اثر خود نشان داده است، نوشته بود. میماند همون آدینه ها و داخونده ها و غلامانی که استاد عینی نوشته بود باز باید برای آزادی و برای کرامت خود مبارزه کنند، هم استاد عینی را حمایت کنند از دست این ارباب کمال ها، هم آزادی خود را. وقتی که من دیدم خواستم که درباره آثارخانه استاد عینی متریال پیدا کنم که چرا این کار شده است، گوگل یک بار اول ما را برد به آثارخانه استاد عینی در سمرقند. دوستان گرامی،
فرقی حالا مناسبت شما با برادران ازبک چه هست نیست من کار ندارم. بعضیا تحقیر میکنن ازبک بادیانشین، قرقیز بادیانشین، قزاق فلان. بس کنید این حرفا را. بله ما ملت تاریخی، ما از قدیم شهرنشین، ما از قدیم دارای فرهنگ و بینا. دیده است که این بعض افراد با این اخلاق چینگیزی با شهر ما چیکار کردن، با آثار تاریخی ما چیکار کردن. اما همون ازبکستانی که یا همون قرقیزستان یا همون قزاقایی که ما و شما اونها را با گاه تحقیرآمیز بادیانشین و صحرانشین میگیم، اونا چیکار کرده ایستادن؟ برادران ازبک با آثارخانه استاد عینی در سمرقند چیکار میکنن؟ آثارخانه استاد عینی در دوشنبه در کوچه مرکزی نیست، در کوچه حاشیه‌ای است. ولی باز میگن که طرح گنرالی شهر رو ویران میکند، زیبایی شهر رو باید که و دیگر جو کوچنده شود. آثارخانه استاد عینی در سمرقند در ریگستان هست، در مرکزی تاریخی شهر سمرقند است، در پهلوی ریگستان. حکومت ازبکستان چیکار کرده ایستاده است؟ شهرداری سمرقند چیکار کرده ایستاده است؟ سمرقند شهری توریستی سطح جهانی است. اونقدر توریستی که از سمرقند و ریگستان دیدن میکنه در یک سالش 10 سال در دوشنبه نمیرود. شاید در تمام تاجیکستان همونقدر توریست نرود با اون مقداری که به سمرقند سالانه توریست میرود. آیا حکومت سمرقند نمیتواند بهانه بیارد که همین آثار خانه موزه صدرالدین عینی به این کامپلکسی توریستی و آرکیتکتوری ریگستان نمیزیبد؟ در اینجا ما یک مهمانخانه 5 ستاره دار برای توریستا بسازیم، شراتون، هیلتون یا هر چیزی باشد. آثارخانه استاد عینی رو بکشونیم به یک گوشه دیگری سمرقند یا به بخارا، به همون غیژدوان، به منطقه خودش، یا یک تصمیم دیگری سیاسی بگیرن. استاد عینی قهرمان ملی ازبکستان نیست، قهرمان ملی تاجیکستان است. اما چون فرهنگ هست، فرهنگ شهرداری هست، سمرقند یک شهر قدیمی هست، مسئولین سمرقند آدمانی تحصیل کرده و با فرهنگ هستند و اونا میدونن که ارزشی آثارخانه استاد عینی یعنی چی. اون نه تنها بی‌زیب نمیکند بلکه به ارزش ریگستان میافزاید، بلکه قیمت اون رو بالاتر میبرد. روح استاد عینی نگهبانی اونها است. اونجا جای زندگی استاد عینی بود. چرا ما این رو در دوشنبه نکنیم؟ اکنون فهمیدید، دیدید فرق فرهنگ شهرداری، دولتداری، ملتداری رو. بعد بعضی ها با دهانشان کف میکند وقتی که درباره تاجیکستان و فرهنگ تاجیکی و حکومتداران امروزه گپ میزنن. وقتی که تاجیکستان با پیش ما تاریخ فلان داریم. برادران عزیز، تاریخ داری، فرهنگ داری به شعار نمیشه، به عملی کنکریتی میشه. نشانه هایش در همین شهر دوشنبه مناسبت به بیناها، به شخصیت ها، به زندانی های سیاسی، به اینها معلوم میشه. بنابراین من دیگر این قسمت رو بازم میگویم که دیگر دلم سرد شده است از اون بنام روشنفکرها همچون قشر. بیاید اکنون دیگر ملت عزیز، انا همون نهضتی و مخالفین و آدینه و مهاجر و همون روشنفکرانی که خودشون رو آدینه میدونن در دوشنبه، بیاید دیگر دستی به دست بدیم، حرکت کنیم که اجازت ندهیم که یک نفر بیاد شهردار است یا پرزیدنت است با تاریخ من و شما همین گونه مناسبت کنند. متاسفانه شهردارای پیشینم اونقدر فرقی نداشتند، اما تو این حد نبود. تا این حد نبود. امروز دیگر یک نفر میآید گویا که دوشنبه خانه پدریش باشد. به این گذشته های ما ربط نداشت، به این 1 میلیون دوشنبگی ربط ندارد. اصلا دوشنبه مال 1 میلیون دوشنبگی نیست، مال تنها 9 میلیون تاجیکستانی هم نیست. دوشنبه آثارخانه عینی این مال تمام فارس زبان ها، تاجیکان دنیا و کسانی که فرهنگ ما رو دوست می‌دارن. مال پدری یک کس نیست که بیاد تصمیم بگیرد از پیش خودش و هر چی که دلش می‌خواهد با همون طبق فرهنگ چینگیزی خودش که در فرهنگ او غیر از همون 4 بینای بلند دیگه هیچ نمی‌گنجد و همین را نشانه پیشروی می‌داند، دیگه نه این نمیشه، نباید به این اجازه داد. خب امیدوارم که این حرفا به گوش مسئولین دوستان میرسد و تصمیم‌های جدی خواهند گرفت. اما بیاید دیگه برگردیم به موضوع دیگر. موضوع بدخشان هست. و چرا بدخشان؟ چون
در این روزهای اخیر دو تا حادثه شد که هر دوشان باز هم در منطقه بدخشان است و بعضی ها میگن به یکدیگر ربط دارد، بعضی ها میگن چندان ربط مستقیم ندارد، اما من فکر میکنم که ربط دارد. اولش این که خبرها پخش شد که در منطقه بدخشان باز یک پایگاه دیوم نظامی چین ارزی وجود کرده است یا وجود داشته است و تازه در رسانه ها رفت. یک پایگاه نظامی وجود داشت، این علاقه دیومش است. به علاوه با پایگاه نظامی 201 روسی که در دوشنبه یا در قسمت مرکزی قرار دارد و همزمان این راست آمد به عوض کردن رهبری منطقه بدخشان، ولایت خودمختاری بدخشان. به جای یادگار فیضوف یک نفر را با نام میرزان‌آباد اگر اشتباه نکنم آوردن و سابق معاون رئیس کمیته امنیت ملی و این تغییرات با وجود آمد. اینجا چی میتواند ربطی داشته باشد؟ اولش این که یک کمتر درباره اون مسئله پایگاه گپ زنیم. اصلا خودی داشتن پایگاه نظامی خارجی در داخل یک کشور مسئله نو نیست. اصلا دوستان فکر نکنن که یا تاجیکستان یگانه کشوری باشد که در تریتوری خودش پایگاه نظامی را جا داده باشد. خیلی از کشورهای دیگر هستند که پایگاه نظامی ابرقدرت‌ها در اونجا دارد. حتی در آلمان هم بعد از جنگ دوم جهان پایگاه نظامی ناتو هست، آمریکا هست، در ژاپن هم هست، در کره جنوبی هست، از روسیه در کوبا و در سوریه هست، در تاجیکستان هست، قرقیزستان هست، از شوروی در تمام دنیا وجود داشت. این پدیده نو نیست، اما وقتی یک پایگاه نظامی بشود این نیازی دو طرفه هست. برای وجود پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان من فکر می‌کنم که نیاز بود و شاید هنوز هم وجود داشته باشد و یک گونه منطقی می‌نماید. و اما پایگاه نظامی چین آیا واقعا ضرورت هست؟ این رو باید کارشناسان بگن که ضرورت سیاسی است، امنیتی است، نظامی است. شاید ضرورت هم باشد، من اینو چیزی گفته نمیتونم، شاید ضرورت باشد و ما تاجیکستان بتواند بگنجاند که یک پایگاه نظامی، یک ابرقدرت دیگر رو هم در تاجیکستان داشته باشیم در پهلوی روسیه. اما مسئله دیگر چی است دوستان عزیز؟ مسئله این است که آیا همین گونه مسئله های استراتژی ملی و دولتی باید در اون ملت سهم داشته باشد، حرف داشته باشد یا نداشته باشد؟ خب آقای رحمان، امام علی رحمان با تمام این مسئولینش عادت کردن که وقتی که دوشنبه رو تغییر میتن، بنا رو خراب میکنن، اینا از یک طرف میآیند مثلا پایگاه نظامی یک کشوری بیگانه رو در کشور جا میکنن، ارتش اونها رو میارن و کارهای خیلی مهمی دولتی و ملی رو میکنن که برای دولتداری و ملتداری ما برای 100 ساله ها نه، شاید برای 1000 ساله ها تاثیر داشته باشه. اما با ملت مشورت نمیکنن، پنهانی از ملت این کارها رو انجام میدن. و یادتون هست دوستان عزیز وقتی که بحث تمدید پایگاه نظامی 201 شد، مسئولین تاجیکستان همزمان با قرقیزستان بود و قرقیزا از روسیه سالانه 260 میلیون دلار برای پایگاه نظامی طلب کردند. روسا کمتر داد و گریخت کردن، معامله کردن، اما دیدن که نمیشد، شرطنامه امضا کردن که بله ما سالانه به قرقیزستان 260 میلیون دلار پرداخت میکنیم. تاجیکستان هم گفت که خب چرا به قرقیزستان پرداخت میشد به ما نکنید، ما این شرطنامه نو رو امضا میکنیم به شرطی که شما هم به ما پول بدید. من فکر میکنم طلبی منطقی بود و چرا ما از قرقیزا چی کم داریم. وزیر امور خارجه وقت آقای همراخان ظریفی که بسیار انسان شریف است، من احترام دارم، شاید با تکیه با موقع امام علی رحمان با صدای بلند گفت، روسا با پافوس گفت که تاجیکستان خانه پدری کسی نیست که یک متر زمینش به پول به کسی داده شود. خیلی حرف عالی قوی و ما گفتیم دست در نکند آقای ظریفی، دستت رو میفشوریم. چنین موقعی ملی از طرف وزیر خارجه گرفته شد و از صحبت‌های دیگر مسئولین هم همین بود و خیلی خرسند هم شدیم. یک هفته گذشت، اون وقت پرزیدنت مدودوف بود، وزیر دفاع روسیه آمد مستقیم با کسی صحبت نکرد و سرچشمه‌ای که به من معلومات رو اون وقت دادن و اتاق کاری حتی وزیر مدافع روسیه نه، هیئت وزارت دفاع روسیه با اتاق کاری وزیر دفاع تاجیکستان در آمدن، بالای میز سازشنامه را ماندن با چند سند دیگر در پهلویش گفتن امضا کنید. اصلا ما دیگه با کسی حرف نمیزنیم، شما خودتون رو با قرقیز برابر نکنید، شما اصلا دیگر هستید.
اگر نه این سندها هست اینجا. اون سندها چی بود؟ کمپرامد همش زیر خانواده، زیر خود امام رحمان و اون دلیل ها و فکت ها که چگونه امام رحمان رو به سر قدرت آوردن. قانونی بود، غیر قانونی بود. اینه گفتن شما چی میخواید از ما؟ میخواید مثل قرقیزا با شما پول بدیم؟ هیچگاه این کارو نخواهیم. با از شما پول نگرفتیم، خدا رو شکر بگید. اگر نه ما این را آشکار میکنیم در یک روز ملت تاجیک شما را از قدرت دور خواهد کرد. و با کسی دیگری حرف نزدن، برگشتن. بعد یک هفته صحبت کاملا دیگر شد. دیگر نه همراه خان ظریفی، نه وزیر دفاع، نه خود رحمانوف، نه در پارلمان درباره مبلغ اصلا گویا که نشنیدن، گویا این حرفا را نگفتن. با این کمال پررویی خاموش آمدن امضا کردن 49 سال به پول به روسیه این پایگاه نظامی رو دادن. نه با ملت مشورت کردن، نه پول گرفتن برای این پایگاه نظامی. منفعت شخصی خودشون بالاتر از همه این تصمیم رو گرفتن. خب اگر چنین دادنی بوده چی لازم بود این هوای بلند، با گپی کلان، با واهمه که ما هم مثل قرقیزا پول میگیریم از روسا؟ قرقیز حکومت مستقل دارد، پرزیدنت مستقل دارد که از ملتش وابسته است. ملت قرقیز هر 3-4 سال یک پرزیدنت رو عوض میکند. حالا معلوم نیست که باز چی میشود. یعنی وقتی که روسیه میخواد با قرقیزستان معامله کند میدوند که این ملت چی ملت است، اما وقتی که تاجیکستان میاد با کی معامله میکند؟ میدوند که امام رحمان با ملتش اصلا معامله نمیکند، اصلا صحبت نمیکند، ملتش رو پسند هم نمیکند. با امام رحمان فقط با زبان شانتاژ و با التیماتوم میشه صحبت کرد و همین کارو کردن رفتن. با پرزیدنت قرقیزستان نمیتوند التیماتوم بده. پرزیدنت قرقیزستان میگه میبخشید شاید من میخوام اما ملت اجازه نمیده. اما با رحمانوف میگن که خب تو از ملتت کی نمیپرسی؟ مگر ملتت رو پرزیدنت کرد که باز در این مسئله تکیه به ملت میکنیم؟ بنابر همین این مسئله پایگاه نظامی روسیه. اما پایگاه نظامی چین هم خب ببینید وقتی که یک سازشنامه امضا میشه ضرور هست یا با ملتت مشورت کن، با ملتت صحبت کن، پنهان نکن. چرا پایگاه نظامی را زیر نام عبیدینیان پگرانیچنی شتاب؟ خب اگر عبیدینیان پگرانیچنی شتاب هست، در صحبت باز امام رحمان با وزیر دفاع چین که نشر شد متن صحبتش میگوید که ما آماده هستیم که این زمین را به پول در اختیار شما بگذاریم، یعنی به پول در اختیار چین بگذارید. پس در اونجا عبیدینیان پگرانیچنی شتاب نیست. اگر عبیدینیانی باشد یعنی دو کسا در اختیار دو کس میشد، اما وقتی در اختیار چین گذاشته میشد پس اعتراف کنید، آشکار بگید که در اساس منفعت‌های دولتی ملی، در اساس آن که خطر از افغانستان هست و چین به ما اینقدر کمک میکند، اینقدر پول میدهد، ما تصمیم گرفتیم که مثل روسیه همین مقدار زمین رو به فلان مدت در اختیار چین واگذار کنیم. ملت اگر قبول هم نکرد حداقل میگه که خب حکومت همین رو شفاف گفته ایستاده است. اما چرا پنهان می‌دارید؟ یک مرتبه دادید زمین رو به چین، یک 1100 کیلومتر مربع، از ملت نپرسیدید؟ باز پایگاه نظامی یکم دوم، یعنی در عوض چی؟ برای چی؟ چرا پنهانی از ملت، از مردم؟ این بازی ها و این سیاست ها همش گواهی از یک چیز میدهد. محترم امام رحمان پرزیدنت امروزی تاجیکستان ملتش رو، مردمش رو حتی لایق آن نمیداند که او را در جریان بگذارد. حالا مشورت کردن اون طرف است. و ملت میفهموند که برای چی من همین کارو کرده ایستادم. مثلا پدر یک خانواده، حالا که حکومت پدر نیست، پرزیدنت یک خادم هست، بالفرض خودش رو پدر ملت هم اگر بداند پیشوا، پدر یک خانواده وقتی که یک کاری رو در داخل خانواده میکند، یک چیز میخرد، داده گرفته میکند، با فرزندانش، حداقل با فرزندان بالغش میفهموند که این کارو برای چی کرده ایستاده است. اما پرزیدنت تاجیکستان که از پول ملت کار میکند، زندگی میکند، برای 5 سال یا 7 سال رو انتخاب کردن، میاد قرارهای رو امضا میکند که برای 1000 ساله است. کی به او حق داده است؟ بنابر همین من اینجا حالا این بحث جدا هست. اون بحث اون لحن نامه چگونه رفتار میکنند و تاجیکستان چی برد و باخت دارد بحث دیگر است. اما این چی ربط دارد به تغییرات کادری؟ ببینید دوستان عزیز، یادگار فیضوف واقعا یک رهبری غیر عادی بود، غیر معمولی بود. من هیچ وقت در صحبت‌هایم درباره این آدم صحبت نکردم. چرا؟ اگر من کسی رو تعریف کنم به او ضرر میرسد. در گذشته هم همین بود. یک نفر رو رئیس کمیته
اگنتیک زیر کروپسیا موندنی شدن. منم در آزیا پلوس یک مصاحبه دادم، گفتم که همین نامزدی همین آدم بسیار آدم خوب است. آمد بنده خدا پیش من با همین ترس و لرز گفت که محیدین ما دوست و رفیقیم، چرا درباره من مصاحبه دادی؟ گفتم چی شد؟ گفت که از دستگاه گفته ایستادن که همین کبیری خدا تعریف کرد با اپوزیسیون نزدیک نباشیم آبادو. این بنده خدا چقدر با اثبات کرده است که دشمن کبیری است و دشمن اپوزیسیون است که بعد با او باور کردم. حالا من برای اینکه همین کار با یادگار فیضوف نشود در 3 سال رهبریش چیزی نگفتم، ولی واقعا یک رهبری غیر عادی غیر معمولی بود، مردمی ساده، از بدنه ملت و مردم آماده بود، از تشکیلات غیر دولتی آماده بود. خیلی رفتارش عجیب بود. رفتار یادگار فیضوف نه تنها با مقامات بالایی کشورمون، با پرزیدنت و با دیگران نمیچسبید، یک شکل دیگر بود، حتی با رئیسان دیگر ولایت‌ها که خودشون رو خدا در منطقه‌هایشون میدونن، رئیس یک ناحیه، رئیس یک جماعت، رئیس یک ولایت، خودش رو در اونجا کاپی رحمان میدونن. اما یادگار فیضوف یک آدم زمینی، کوچه میرفت با مردم صحبت میکرد، لباسی بدخشانی میپوشید، واقعا یک شخصیت عجیب بود. حالا او را عوض کردن. عجیب که خیلی موفق بود، یعنی در یک مرحله بسیار حساس آمد، رهبری ولایت رو به دوش گرفت که احساس کرد امام علی رحمان که الان نیاز به یک شخصی هست که مردم محلی قبولش دارن، یعنی با راه نظامی نمیشود مسئله را حل کرد، با راه گفتگو و زبان خوب. و در اینجا بهترین نفر همون یادگار فیضوف بود. و وقتی او رو تعیین کردن، شخصا من هم گفتم که خدا کند که عقل حکومتداران رسیده باشد و پرزیدنت سیاستش تغییر کرده باشد و همین گونه آدمای با فهم و مردمی با سواد رو بیاره در همه جا وظیفه را کرد. اما بعد امروز میفهمیم که نه، این فقط برای آرام کردن مردم بدخشان بوده است. اما از لحاظ استراتژی انتخاب کادر باز همون آدمانی که نگاهشون نگاهی همون یستریب هست، نظامی، زدن، کفتن، با راه قدرت و ترساندن حل کردن مسئله ها، با غرور، با کبر. اما این گونه افراد مردمی دیگر در اون قالب نمی‌گنجند. و این مسئله چه ربط دارد به پایگاه نظامی؟ من فکر میکنم که امام علی رحمان در کرده ساده است که تمام تصمیم‌هایش، وضع اقتصادی اجتماعی و وضع منطقه به این طرف رفته ساده است که آهسته آهسته مردم ناراضگی خود را بیشتر بیان خواهند کرد و خصوصا وقتی که تریتوری داده می شود در یک منطقه، باز ده ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر هست، مردم اعتراض خواهند کرد و رهبرانی مثل یادگار فیضوف که همیشه دنبال حل مشکلات با راه منطق و گفتگو و با نظرداشت منفیت‌های محل هستند، اینا به درد نمیخورند. اینجا یک نفر به مثل گنرال گوبرناتور لازم است. یادتون است وقتی که کشورهای ایمپریا و کشورهای بیرون می آمدن یک کشور دیگر رو ضبط میکردن، یک منطقه رو، اینا تعیین میکردن گنرال گوبرناتوری. مثلا روسیه کاوفمن در ترکستان، کسی تاریخ روسیه رو اگر خوب خوانده باشد و تاریخ بخارا رو میدوند که در زمان پادشاهی وقتی که بخارا شکست خورد، قوقند خیابان شکست خوردن، یک گوبرنی ترکستان که گوبرنی تشکیل کرد و گنرال گوبرناتور کاوفمن رو نظامی ها رو میموندن تا اینکه مردم رو کنترل کند، از نماینده کشور غاصب استثمار کننده برای سرکوب کردن و ترساندن مردم محلی، حکومتداران محلی. حالا امام علی رحمان در تمام جاهایی که نماینده تعیین میکند، این نماینده مردمی تعیین نمیکند که از خود مردم باشد، در فکر مردم باشد. این گنرال گوبرناتورهای خود را تعیین میکنند، حالا چه نظامی باشد چه غیر نظامی. اینا باید سیاست‌های رحمان رو در اون رو تطبیق کنند، نه قانون را، نه خواسته های مردم را، نه فرمان ها و سیاست ها و خواسته های یک نفر. حالا یک گنرال گوبرناتور رو به منطقه بدخشان فرستادن. شاید خودش انسان خوب باشد، من اصلا نمیشناسم، میرزانباد، حالا هر کسی هست، شاید در ساختار امنیتی ما، در پروکراتورا، ملیسا، آدمای نجیب خیلی زیادن، بخصوص از مردم بدخشان. همون نوجوانوف بسیار آدمی شریف خوب است، اگرچه یک خدمتگاری گوش به فرمان همون ساختارها است، اما خودش همچون انسان خوب است. دیگر مقامات قدرتی که از منطقه بدخشان بودن، من خیلی ها رو میشناسم، آدمانی شریفن، شاید این کس هم همون خوب باشد. اما ببینید وقتی که یک نظامی رو در اونجا تعیین میکنن، این پیام دارد هم به مردم هم به جامعه که خب
دیگر این باید مسئله ها در اونجا حتی مسئله اقتصادی و اجتماعی و برق اینا با راه نظامی حل شد. من اینجا رو علاکه یک تغییرات منفی میبینم و متاسفانه فکر کردم که با آمدن یادگار فیضوف این کار در دیگر منطقه ها ادامه خواهد داشت، اما الان میبینیم که نه، این کار باز همون منطقه دیگر در بدخشان هم دولت تطبیق میشد. خدا کند که خطا کنیم، خدا کند که غلط کنیم و بعد یک ماه دو ماه ببینیم که این میرزا نبات هم فعالیت یادگار فیضوف رو ادامه میتید، با مردم نزدیک است، مشکلات مردم رو حل میکند، مردم بدخشان رو با طرفدار رحمان و ضد رحمان جدا نمیکند. یادگار فیضوف این خیلی مناسبت میکرد، برایش فرق نداشت که این طرفدار اپوزیسیون است، این طرفدار رحمان است، اون شهروند اون تاجیکستان است، حق برابر دارد. اما اگر مثل دیگر منطقه ها کند این میرزا نبات مردم بدخشان را که در دیگر منطقه ها رئیسان ولایت ها و ناحیه و جماعت ها مردم را به دو گروه جدا کردند، طرفداران اپوزیسیون، خش تبار اپوزیسیون و اوانگارد ها و طرفداران رحمان. این کارو در بدخشان نکنند، اگر کرد هم بر ضرر خودش است هم بر ضرر مردم و منطقه. اما من با کل ملت این را گفتنی هستم که حالا صحبت طولانی شد، دیگر طولانی نمیکنم این موضوع را. این پیام هایی که حکومت با ما و شما فرستاده شده است از طریق این سیاست های کادری و دادن زمین و خراب کردن منزل استاد عینی و شکنجه زندانی ها و سیاسی و عذاب دادن آنها، همش یک پیام دارد که مردم آماده شوید. من احساس کرده ایستادم، یعنی امام علی رحمان این پیام دارد، من احساس کرده ایستادم که شما از من ناراضی شده ایستادید، مردم ناراضی هستند، مشکلات برق و معاش و نرخ‌ها و اینا هست، ولی من دیگر با همین زدن و کفتن مسئله را حل میکنم. زندانی ها را به این شکل کسی نامه نوشت جزا میدهم، خاطره فرهنگی شما را به این شکل نابود میکنم، همه چیز را. فقط شما باید در تاریخ نام من باشد، استاد عینی را من زنده کردم، من قهرمان دادم، وگرنه میگه هیچ کسی نبود. و در منطقه در ولایت ها باید هر کسی تعیین شود که باید حرف ما را گوش کنند. اگر مردم بدخشان باز صدا بلند کردن که برای چی در اینجا چی لازم بود با یک پایگاه نظامی دیگر زمین رو به یک کسی دیگر باز به پول میدهی، باید این گنرال گوبرناتور باید با قدرت در اونجا عمل کند. پس این پیام به ملت است، به همه ما و شما است. ما در جواب چی داریم هموطنان عزیز؟ در جواب آیا ما بگیم خب از این اقدام های امام علی رحمان باید بترسیم، نگران باشیم، باز هم خاموش، باز هم بگیم خب حواله زندانیا به خدا، بگذار زمین را به کسی میدهد بدهد، بگذار چیزی را خراب میکند و در جای چیزی میسازد بسازد؟ آیا همین موقع را میگیریم یا نه میگیم بس، استاپ، بس زمین را فروختن، بس از پیش خودت کادر تعیین کردن، بس خراب کردن منزل و آثار تاریخی و شهر دوشنبه و خراب کردن مردم، بس عذاب و شکنجه وحشیانه زندانی ها و مردمی که آزاد اندیش هستند. یعنی ما بالاخره باید یک مرتبه بیایم بس بگیم، یا به هر زبان میگیم استاپ، بس، خواتی دستاتشنا، کافی است. یعنی یک ملت باید چقدر صبر کند، باید چقدر تحمل کند که یک نفر بیاد هر اکسپریمنتی که بخواهد در هر سمت، در حقوق بشر، تاریخ، هویت، زمین، ملت انجام دادن بگیرد. ما هم بیایم که خب اینش مشکلی نهضت است، اینش مشکلی بدخشانیا است، زمین رو باید مشکلات بدخشان رو زمین رو بدخشانیا گپ زنن، مشکلات زندانی سیاسی رو باید فقط نهضتی‌ها باید دربارش فکر کنن، مشکلات خانه رحمان نبیوف و صدرالدین عینی رو باید فقط خانواده اونها گپ زنن. خب مور دیگر کمال عینی از بین رفت، نیست دیگر، کی حمایت کند؟ ما و شما نه؟ دختر رحمان نبی تا کجا صدا بلند کند و دعوا کند؟ این مشکلی ما نیست؟ خب وقتی آن رسیده است که دیگر ملت آهسته آهسته کن دیگر از مرحله گفتن و تنقید کردن و فهماندن به مرحله آن برسیم، حداقل فکر کنیم که همه ما مسئول این ملت، این وطن و این کشور هستیم. خداوند نگهبانتون باشد. حالا اگر یگان سوال آماده باشد من کوتاه جواب میگویم. خیلی طولانی شد، نزدیک 2 ساعت میشود یا 1.5 ساعت صحبت کردم من. خب اینجا یک نفر سوال کرده است که برادر محیدین کبیری چرا صحبت شما با مردم کم است؟
شما باید هر هفته یک برنامه داشته باشید، با مردم صحبت داشته باشید، به سوالهای مردم پاسخ بدید. خواهش میکنم. بله دوستی عزیزم، تقریبا 2 ماه میشد که من صحبت ها نداشتم. دلیل داشت، یکیش یک کمتر مریضی این گریپ بود، اگر احساس کرده باشید هنوزم آثارش هست. ولی سبب اساسی نبود. سبب اساسی این بود که بعد از جلسه 3 سالگی پیمان در شهر ورشو ما برنامه نو قبول کردیم. به زودی برنامه نشر خواهد شد و اصلاحات ساختاری پیمان را انجام دادیم. با کامل کردن این خیلی وقت میگیرد، خیلی باید که کار بالای آن کرد. بنابر همین نتوانستم. از این بعد انشاءالله کوشش میکنم که حداقل هفته یک مرتبه با شما صحبت کنم. اگر ضرور باشد هفته دوباره صحبت خواهم کرد وابسته به موضوع و ضرورت. دوم سوال، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز آدم قبول میکند؟ نه برادری عزیز، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر اعضا قبول نمیکند. ما حتی به خلاصه آمدیم که فعالیت حزب را در همچون فعالیت سیاسی را محدودتر کنیم، کمتر کنیم، صلاحیت ها به دیگر سازمان ها داده می شود. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک نهاد حقوقی و سیاسی در صحنه هست، خواهد بود و مسئله های بعدی را انشاءالله بعد بازگشت در وطن خواهیم گرفت، بررسی کرد. الان ما اعضا قبول نمیکنیم. اما کسی میخواد با ما کمک کند، عضویت مثلا نیروهای اپوزیسیون را داشته باشد، پیمان ملی را داشته باشد، به زودی ما باز به مردم مشورت خواهیم داد که در دیگر سازمان ها و ساختارهای اپوزیسیونی و مبارز چگونه اعضاگی را داشته باشند. سوال سوم، سلام علیکم، آیا شما اعتماد کرده میتونید که از مردم تاجیک یا از تاجیکستانیان در سخنان‌هاشون وفا میکنند؟ چند قدر فرزندان ملت قربان شدن اما این ملت قدردانی نکرد. من اعتماد میکنم به ملت، اعتماد داشتم، اما ببینید ما ملت ما یک جنگ را از سر گذراند و این جنگ در ذهن ملت ما تاثیر خیلی عمیق گذاشت و برای ملت ما مسئله جنگ نشدن خیلی اهمیت داشت. حتی خودی منم اگر صحبت‌های من، استاد نوری رحمت الله علیه و دیگر نفرا را اگر گوش کنید، همیشه میگفتن که برادران صبر کنید، دست به سلاح نزنید، صبر کنید باز جنگ نشود. چرا؟ برای آنکه واقعا جنگ یک جنگ خانمانسوز خیلی تاثیر داشت. اما الان ما میگیم نه، دیگر ان شاء الله جنگ نمیشود، نخواهد شد، چون ملت متحد شد. اگر اون وقت ما میخواستیم قیام میکردیم، بازم یک قسم مردم میگفتن که نهضت به تنهایی خودش به میدان برآمد و قیام کرد، یا هر گروه دیگر اگر به میدان میبرآمد، گروه 24 یا هر کسی دیگر، میگفتن این یک گروه هست. الان ملت خسته ایستاده است، ملت دیگر تیار شده ایستاده است، ملت بین یکدیگر جنگ نمیکند. در اون سالها توانستند کلابی را با قراتگینی جنگ اندازند، حصاری را با دوشنبگی، سغدی را با وحدتی، تاجیک را با ازبک توانستند، واقعا توانستند. یک گروه را وافچیک نام کردن، یک گروه را یورچیک و با هم جمع شد. امروز نمیتوانند دیگر کلابی را در مقابل بدخشانی گذارند، بدخشانی را در مقابل منطقه دیگر، امکان ندارد. چون ما امروز اونقدر پشتیبانی که مردمی کلاب کرده ایستاده است، مردمی سوخت کرده ایستاده است از نیروهای مخالفین که از حکومت نمیکنند. در اون سالها با اون تبلیغات و پروپاگاندا و فریب و بعض اشتباهات حکومت موقت ملی، اون وقت توانستن این ساختارهای جاسوسی خارجی با این گماشته هاشون که امام علی رحمان یکی از گماشته های کوچکاف بود، وضعیت رو به این حد بیارن. من فکر میکنم که دیگر اعتماد به ملت باید کرد. ملت بیدار شده ایستاده است، جنگ نمی شود و به مردم میتوان تکیه کرد. اما این معنی ندارد که همه کسانی که امروز شعار بلند کرده ایستادن ضد امام علی رحمان فردا در میدان با ما خواهند بود. نه، اگر 10% همین 15% همین ها اگر در میدان استوار باشند، انشالله کار عملی خواهد شد. در صورتی که من شخصا باوری دارم که اگر با مردم صادقانه و صمیمانه صحبت کنیم، حداقل 50% اون مردمی که امروز میگن ما با شما هستیم، فردا در میدان در پهلوی ما خواهند بود. خب اینجا یک سوال آمده است که 40 سال است که در افغانستان جنگ است، کسی که سر قدرت آمد، خویش و تبار و دوست و آشنا حداقل خوشامدگویان خود را سر وظیفه ماندند که در نتیجه دیگران دست به عراق زدند. ما چی؟
محتوای سوال رو راستی نفهمیدم خوب. 40 سال است در افغانستان جنگ است. کسی که در سر قدرت آمد خویش و تبار و دوست و آشنا حداقل خوشامدگانی خود را سر وظیفه ماندند که در نتیجه دیگران دست به یراق زدند. ما چی؟ یعنی ما ببینید در افغانستان باید 40 سال است جنگ است، اما اون قدر بدبختیه که در تاجیکستان آوردن در افغانستان است. باور کن در افغانستان همه چیز بدبختی است نتیجه همین جنگ است. اما در تاجیکستان همه این بدبختی ها در زمان جنگ نبود، در مرحله بعد از جنگ شد. یعنی مصیبت همین است. اگر در تاجیکستان حالا یک جنگ باشد، زد و خورد باشد و برق نباشد، اینقدر زندانی باشد، کشتار باشد، مصادره اموال باشد، میگم خب این نتیجه جنگ است. باور کنید امام علی رحمان را قریب کسی برای جنایت های در دوره جنگ محکوم نمیکند. فرانت خلقی در دوشنبه چیکار کرد؟ در وحدت چیکار کرد؟ در قرآن تپه، در حصار، در ریگر، یا اپوزیسیا در منطقه دیگری که در حالا اپوزیسیا به یگان منطقه فرانت خلقی هجوم نکرده، در هر جایی که جنگ شده است این هجوم فرانت خلقی به منطقه دیگران شده است. ولی به هر صورت جنگ بود، طرفداران دو طرف کشته شدند. تمام این جنایت ها در حالت جنگ بود. امروز مصیبت ملت تاجیک در حالتی است که جنگ نیست، برق نیست، کشتار هست، مصادره مال هست، زندانی هست، مهاجر هست، اینقدر جنایت ها، تجاوز هست. خب پس افغانستان که 40 سال جنگ دارد، ما با تاجیکستان که 30 سال شد، همگی 4 سال جنگ داشت، 26 سال دیگر است جنگ ندارد، جنگ نیست. خب در این چی میتوان گفت؟ چرا این رو ما باید مقایسه کنیم؟ من فکر میکنم که اگر کارهایی که اگر همین طالب، کرزی، اشرف غنی در افغانستان، در تمام دنیا، اگر اینا بیارن فرزندش رو رئیس شهر ماند، مثلا همین طالب فرزندش رو بگیرد رئیس شهر ماند، دخترش رو رئیس دستگاه ماند، دامادش رو بانک ماند، کشور رو، تجارت رو در دست خود بگیرن، افغانستان در یک روز میخیزد. اگر این کار اشرف غنی میکرد بر وقتتر از قدرت میرفت، اگر کرزی میکرد از اون بدتر. ولی اینو نکردن این کارو. با وجود همین هم میگن افغانستان بد، طالبان بد، اشرف غنی خیانتکار. اشرف غنی چقدر دزدیده است؟ 260 میلیون دلار رو همراهش دزدید بود. بله این خیلی زیاد است. اما در مقابل دزدی اینها که میلیاردها هست، فقط یک راه دوشنبه خوجند برابر دزدی اشرف غنی پول هر سال از ملت تاجیک میدزدد. فقط برق تاجیک، برق را که امروز به افغانستان و به قرقیزستان میفروشند، پولش مستقیم به آفشور میرود، به بودجه دولت نه. پولی که مردم تاجیک میتد از برق به بودجه میرود، پولی که از خارج داده میشد به برق تاجیک به شاتی شخصی میرود. برای همین است که در زمستان برق را به خارج میفروشند، به مردم نه، چون که پول به بودجه میرد، اون به کیسه خودشون. حالا این بحث دیگر است. اما اگر همین کار را طالب کند، اشرف غنی کند، باور کنید در یک روز اون را چپه خواهند کرد. اما ما چی؟ شکرانه کنید که جنگ نیست، شکرانه کنید که جنگ نیست. خب جنگ هم همین قدر نمیکشد، جنگ هم همین قدر مردم را ظلم نمیکند. حالا فرقش چیه؟ در جنگ همین تلفات رو بدی، یا چی در حالت بی‌جنگی؟ شاید در بعضی حالات ها همون جنگ باعث پیروزی مردم میشود. حالا مثلا در افغانستان اگر طالب ظلم کرد، مقاومت ملی احمد مسعود یا هر کسی دیگر خیست جنگ کرد، مقاومت کرد، بالاخره ممکن به آزادی برسد، خودش رو از ظلم آزاد کند. حالا ما بیایم احمد مسعود رو بگیم که تو جنگ نکن، مقاومت رو بگیم که تو فتنه نانداز، در افغانستان صلح هست، در کابل برق هست، خب همه جا آرام. خب این سه چهار جنایت کرده میشه در همه جای دنیا هست، بگیم این مهاجری که در همه جای دنیا هست. منطق حکومتداری تاجیکستان همین است، مقاومت نکن، جنگ نکن، مخالفت نکن که جنگ میشود. مهاجر داره میگه در همه دنیا مهاجر هست، مشکلی هست در تمام دنیا مشکلی هست. خب افغانستان هم طالب هم میتونه همین بگه. بنابر همین حالا من تا جای منطقی سوال رو فهمیدم، جواب من برادر به شما همین است، شاید خطا هم کرده باشم. خب یک نفر سوال داده است محترم کبیری، تا کی باید انتظار شویم؟ سوال دو، شما عاید جسماً تاثیر رساندن بر رژیم یگان نقشه دارید یا فکرش را کرده؟ من انتظار شدن رو این برادران از ما و شما وابسته است. اصلا چرا باید انتظار شویم؟ چرا باید انتظار شد؟ صبر و انتظاری تا کی؟ ظلم که دیگه انتظاری ندارد، شکنجه انتظاری ندارد. ما از حاضر یعنی فردا همه بگن امام علی رحمان بس.
خب این برای چی باید انتظار شویم؟ ما نمیگیم فردا بیا در میدان بیل و کلند بگیر برای آزادی مبارزه بر. حداقل بگو بس، دزدی بس، ببرقی بس، راه پولکی بس. همین بس رو یک مرتبه بگیم، تجربه کنیم، بسنجیم که آیا میتوانیم بس گفته یا نه. اگر بس گفته توانستیم، خب قدم بعدی رو میمونیم. اما وقتی که بس گفته نمیتونیم، استاپ گفته نمیتونیم، با صدای بلند در دوشنبه، در الماتا، در مسکو، در برلین، در همه جا، خب باز دیگر قدم بعدی چی رو مونیم؟ یعنی من ساده ترین کار رو گفته ایستادم که نه زندانی میشود آدم، نه شکنجه میشود، نه اصلا هیچ نیاز به خستن و به کوچه است. بنویس در همون صفحه توییتر است، فیسبوک است، یوتیوب هست، شعار در مثلا پروفیلت مون، بس تمام، استاپ. بعد ببینیم قدم بعدی چی. آیا جسماً فیزیکی؟ بله، همین ببینید صدا بلند کردن این تاثیر رسانی فیزیکی است. خانواده زندانی میرود پیش یک سازمان بین المللی، پیش اپارات پرزیدنت نامه میزند، این تاثیر رسانی فیزیکی است. تاثیر رسانی فیزیکی نیست که فقط ما بگیم دست به سلاح شویم و در خیابان یا در کوه بگردیم. نه، اگر لازم شد، چرا نه؟ اگر لازم شد بله به خیابان هم میرویم. اگر لازم شد به اون رسیدیم، بله از خود، اگر که حکومت فشار آورد و تجاوز کرد و شکنجه کرد و سلاح به دست گرفت علیه مردم، بله از خود دفاع میکنیم دیگر. به این نمیشود برادران. ما این نیست که تا آخر حیات از این دنیا همچنین یک گویا به نام آدمان صلح دوست و حالا ما هیچ کس نگوید که فلانی دست به خشونت زد. نه، چرا یک گروه برای قدرت، برای پول، برای شکنجه کردن مردم دست به خشونت بزند؟ او روا. برای 30 سال 40 سال یک خانواده حاکمیت کردن، هر نامعقول کند او روا. ملت از خودش دفاع کند، میدان بیاید، اگر هجوم به او شد از خودش دفاع کند. این خشونت، این ناروا باشد. نه برادران، این نباید این خیال ادامه پیدا کند و قبول شود. خب سوال آخر، با کدام امید محبسان سیاسی به رحمانوف مکتوب کردند؟ شما نمیدونید که رحمانوف به یگان نفر رحم نمیکند. من میدونم دوستی عزیز که رحمان به یگان نفر رحم نمیکند، اما اون زندانی سیاسی را فهمیدن در کار. اون آخران امیدش همین است. میگن که غرق شده یک خس رو هم تلاش میکند قپد که نجات یابد. یعنی این زندانیای سیاسی ما مثل همون غرق شدهان که در دریا هستند، هر چی که در چشمش می نماید او را می دارد. حالا خب نامه به سازمان ها نوشتن، نامه به تمام دنیا نوشتن. قراری سازمان ملل درباره آزاد کردن اینها است که بالاترین سطح جهانی هست. خب نکرد امام علی رحمان. حالا یگانه امید همین مانده است که به خودش مراجعت کنند. جواب امام علی رحمان چی بود؟ اینا را برد به جریمه‌گاه. ببینید دوستان عزیز، امام علی رحمان در موقع گیریش نسبت طالبان یک حرف زد. با سازمان‌های بین‌المللی گفت که شما کجا را نگاه میکنید؟ در افغانستان حقوق مردم پامال میشود، سازمان‌های بین‌المللی خاموشند. یعنی منطق را ببینید، اگر سازمان‌های بین‌المللی خاموش نیستند و گویند، باید که حکومت امروزه افغانستان اون را عملی کند. اولش که سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان خاموش نیستند. سازمان ملل هر روز گپ زده است. هفته گذشته در بینای سازمان ملل در ژنو همتون دیدید زنها نمایندگان مقاومت افغانستان برآمد کردند. خب از این بالاتر سازمان بین‌المللی برای افغانستان چیکار کنند؟ اما رحمانوف گویا یک موقع گرفته است که حرف سازمان بین‌المللی معتبر است. اگر که سازمان بین‌المللی طلب کرد، یک حکومت در افغانستان، در تاجیکستان، در تمام دنیا باید اون را عملی کنند. جناب رحمانوف، همین سازمان‌های بین‌المللی، همین سازمان ملل درباره زبیدالله رجب و رحمت الله، زبیدالله رازق و رحمت الله رجب و زید سعیدوف و بزرگمیر اینا قرار برآورد، از تو طلب کرد. من معذرت میخوام از تو میگم، برای آنکه این در فرهنگ تاجیکی هم که وقتی که صحبت روبرو هست، حالا از شما طلب کرد، از پرزیدنت محترم تاجیکستان. خودتون چیکار کردید؟ حرف همین سازمان بین‌المللی رو اجرا کردید، شنیدید که این دعوا را در نسبت افغانستان و طالبان میکنید. این دخورگی، این بازی، این دوینوی استاندارد، حقه‌بازی تا بکی برای افغانستان از سازمان بین‌المللی طلب میکنید. زبیدالله رازق از سازمان بین‌المللی طلب میکند، او رو میبرید جریمه‌گاه. از خود طلب میکند، میبرید جریمه‌گاه. یعنی
مشکلی در این است، این آرزو و امید زندانی سیاسی است که از همه امید دارد. باور کنید برادر عزیز، کسی باشه نام در اینجا نیست یا خواهر هستی، همین زندانی سیاسی از من و خودت هم امید دارد. کسی که در داخل زندان هست، نه تنها در داخل زندان، در تاجیکستان کسی هست از من و خودت امید دارد که از دست ما اون کار میاد. حالا چه رسد به پرزیدنت که پروکورور در اختیارش است، امنیت در اختیارش است، سود در اختیارش است، قانون و کنستیتوسیون در اختیارش، زندان در اختیارش است. این زندانی سیاسی بیچاره به کی مراجعت کنه دیگر؟ برای همین اینجا من منطق زندانی سیاسی را میفهمم و اما که رحمان به کسی رحم ندارد، خب دیگر برای این همه معلوم است. اگر دوستان اگه سوال دیگر نباشد، مثل که تا اینجا سوال ها نآمده است، بخشش زیاد که من به سوال های شفاهی جواب ندادم، فقط به سوال های خطی هم به سبب مریضی ها هم شاید که این گونه صحبت ها این بعد ادامه خواهند داشت. اما در ماه یک بار شاید که من در یکی از کانال ها صحبت های مستقیم سوال و جواب با مردم را هم انجام بدهم، اما تلاش کنیم که همیشه همین خیال وابسته به موضوع ها سوال و جواب شود، بحث شود تا صحبت های بعدی در پناه خداوند منان باشه. دعا کنیم که پروردگار هر چه زودتر زندانی های سیاسی را از شکنجه این ظالمان آزاد کند و ملت و کشور ما را هم از تخریب و خرابکاری های چنگیزی این حکومتداران و هم وطن و کشور و سرزمین ما را از دخالت های ناجای خارجیان در پناه خودش نگهبان باشد. تا صحبت های بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.